سناریو نماینده هست. سر صحبت از آقای مبین فاطمی به سمت آقای حسن آببخش. آقا مبینم بازا مشخص شد. مافیا هم از خانواده یه نکته پدر مادر آدم انتخاب نمیکنه. این سناریو فرق میکنه. این خانواده خودتون انتخاب کرد. یعنی هر کی گادفادر شده چیزی من فردا نفر خوش پیک کرد. و خانواده‌تون رو نفروشین. یه گزینه میخوام ساده بخونم. نه داف. اول همین همشه. توتون نکست. آقا سلام دوستان، اصلا بازی هم خوشحال بودم. میساق که برون گادفادر بود، سناریو نماینده انتخاب کردیم درسته؟ ولی اشتباه کردی اول فضل رو بیدار کردی. از صبح تا دارم سر کارم، گرد و خاک، نور و آفتاب، همه چیز. چشام اذیت نشه یا اول فضل اینقدر میدرخشه که من یه مجبورم یه که من بزنم از دست من. فردا تکلیفات میکنه. آره. نماینده هستی که برون نماینده کنی. سلام دوستان، من که رضام خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. ان شاءالله بازی خیلی خوب بشه. ما به نظرم بین آرمان همزلی حتما مافیان. هر کم گادفادری بودم اونجا پیک میکنه چون وزن فشار تیم مافیا برای پوشی شهروندی حتما از شما دوتا شکل میگیره. به نظرم بینتون مافیان. نکست. سلام بچه‌ها، عرفانم. بذار شاید به نظرم شهروند پیک نشه. شدم به نظرم نیست. آقا شاید گادفادر باشه، به نظرم پیک نشده است. به این تو ذهنم این بود وقتی گادفادر باشم سر صحبت و آخر صحبت رو بکنم پیک شده. بیارم وارد کنم چالنجا بیشتر بکنم نیست. اینجا هم تیم نیست. هرچی چالنج باشه باز می‌کنم اون درست بیشتر حتما باشه. حالا ستاره می‌ذارم اون فاطمه داره نمی‌ذاری به نظرم حسن قطعی مافیاست. حسن به نظرم قطعی مافیاست. صحبت می‌کرد تو نسبتش داشت می‌لرزید. به نظرم مثلا تو قطعی مافیا بازی رسیده که شهر اصلا کار می‌کنم. سلام دوستان، پوریام خوشحالم که جمعتون بازی می‌کنم. اسم می‌کنم بهم بی‌احترامی شد. بهم تارگت نزدید. مافیا ما بده. آقا من تعجب می‌کنم برای چی به میثاق تارگت نزدید. مافیا هر کی باشه حتما میثاق پیک می‌کنه. حتما میثاق تو دست و پاست. مافیا که میثاق تو دست و پای مافیاست. اصلا نمیذاره کسی با کسی ساید بگیره. خودش به ساید خودش یه نفر می‌کنه بیرون. از بعد بهش تارگت می‌زنیم. مبین فاطمی دیالوگی که کردی گفتی نفروشیم تو ذهنم مشکوک بود. شما دلیلش می‌کنه عجیب غریب بودیم. من میگم تو مبین فاطمی، میثاق، آرمان داخل بازی مافیاست. امیدوارم بازی خوبی باشه. من میثاقم، خوشحالم تو جمعتون بازی می‌کنم. پوریا که صحبت کرد فکر کردم اون شخصیتی بود تو این استا چطور به تو گیر ندادن. من نفهمیدم. میثاق چیه؟ دست و پای مافیاست یا مافیاست؟ من نفهمیدم چی. بعد به بی‌احترامی شده به تارگت نزدن. شهروند نمایی پست مدرن. شهروند مگه بدش میاد که بهش تارگت نزدن یا اکتت مشکوک بوده به تارگت نزدن. آب چرا اینقدر می‌خوری داداش؟ آروم باش. چی؟ دوباره باز آبم خورد که طبق معمول عادی سازی کنه. یعنی باز این کار انجام داد. حتما میگم که برات آبم بیارم. ببین عزیزم، آرمان که مشکوکه، اکتی مشکوکی. هرچند رضا تو بازی شهروند باشه خودت هم مشکوکی. اینم بهت بگم. حسن، من 5 ثانیه جنبندی. بفهمم ابوالفضل تو بازی شهرونده از کارت خودم عینک تو برمی‌دارم تو جیب میذارم می‌کنم. نکست. آقا من سینا هم خیلی خوشحالم باهاتون بازی می‌کنم. ان شاءالله دلتون خوب باشه. منم شهروندم. به نظرم که میثاق کافی نمی‌رسه. خودت می‌دونم. من اصلا الان بیشتر باز مفته شده الان باهاش صحبت کردم. چون آرمان بنده خدا نشسته یه گوشه اصلا چیکار با آرمان داشتی؟ اینجا از پوریا تارگت خوردی. بعد پاسخی که پوریا دادی زیاد کافی نبود. مشکوکی ولی من مافیا حتمی بین 2 و 3. ببین اما اصلا خیلی آدم خوشوای بیاد. ولی فکت مافیات همین تناز بوده رو. تنازی که کردی فکت مافیاته. الان به نظر تو میثاق گادفادر باشه، ابو رو پیک میکنه تو رو پیک نمیکنه؟ نه ولی به نظرم ابو رو پیک نمیکنه. به نظرم ابو رو پیک نشده. ابو مافیا هم باشه گادفادره. من بین 2 و 3 مافیا دارم. رضا هم واسم مشکوکه. نکست. سلام ابوالفضلم. ان شاءالله که بازی خیلی خوبی باشه. اما اصلا لفظی به نظرم مافیا بود. فشارش خیلی الکی بود. یه شهروند به نظرم تو یه دکه اینطور نشسته با یه شهروند دیگه اینطور فشار اصلا مافیا هم بگیره شو قد فشار نمیذاره. فشارش الکی بود.
شهروندان میدرخشن هم مثلا اون شهروندان میدرخشن بازی اینطوری به نظر مافیایی میثاق درویشی به نظر مافیا بود اینطوری بازی رو شروع نمی‌کرد اصلا به نظر بازی رو اینطوری شروع نمی‌کرد به نظر شهروند اما اصلا مگه ابوالفضل مافیاس خیلی میدرخشه چی لایک دادی الان فهمیدی کسی ابوالفضل رو پیک نمی‌کنه دیگه نه فهمیدی ابوالفضل کسی پیکش نمی‌کنه چی اما اصلا گفت ابوالفضل میدرخشه لایک دادی خودت نداف به نظرم حتما تو مافیاس اما اصلا هم به نظر مافیاس میثاق درویشی شهروند بعد خودم حتما مافیاس واضح شهروند سینا که حتما مافیاس خب من یه گوشه نشستم یعنی احتمال نداشت که انتخابم کنم آرمان یه گوشه نشسته ولی خب میثاق که هیچ وقت تا حالا نشنیده بودم به اکتی تارگت بزنه میگه اکتی آرمان مافیاس آرمان اکتی مشکوک خود نمیدونم گفته بودی اکتمو در نمیاد نمیدونم یکی دیگه گفته بود یادم نمیاد سینا که مشکوک بود چون اصلا مشکوک داره من فقط دیسلایک دادم واسه چی بود شهروندی من وارد بازی شد بعد تو ذهنیت من مشکوک باشم واسه رضا استرس داشت یعنی به فکت استرس واسه مشکوک بودی اینجا انتخاب میکنن که مافیا قدرت داشته باشه اینجا انتخاب نمیکنن مافیا موضع داشته باشه بین میثاق و سینا کی مافیا بود من پوریا به نظرم شهروند بود مبینم مافیا نگرفت مرسی من امیرم کیفم میکنم با تو مافیا بازی میکنم شاید تا میثاق و شوخ بزنی توش مافیاست داد چون نمیفهم محکم‌تر بزن نه محکم بزن صداش بیاد چون به نظرم حتما سایت بین خودت و پوریا که هست چون خیلی کم گذاشتی یک ذره فقط راجع به کار یکی از صحبت که تاش نمی‌دی بهش مافیا بین نداف و رضا به نظر حتما مافیا در قبل از فیلم داشتم اونجا مافیا هست اتفاقا از اگه مافیا باشه مافیا که پیک شده به نظر تو بازی گادفادر نیست چون اگه بود قرار بود حتما منو پیک کنه پیک نکرده مثلا اونجا تو بازی ساید چیکار می‌کنی تو با خود جمون هر چیزا رو می‌کنی یا تو وقت داری میای یا داری دماغو می‌خارونی وقت می‌رسی مثلا حتما اونجا هست فیلمش رو دارم ما این فاطمه به نظر شهروند مرسی دوستان شب برای معارفه تناز ندار بعد من اصلا آقاش که نظرم شهروند بود اینو معارف شهروندی رو خد گفتید لرزش صدا داشت یه چیز چرت و پرتی نداشت تارگتش گردید سینا دامن نظرم شهروند بود حداقل معارف نظرم آرمان نظرم قطعی بودی چون گفت اینجا استاد رضا و حسن تارگت زد گفت دیسلایک خود حسن تارگت خورد گفت دیسلایک یعنی دوتا شهروند داشت تو بازی
موقع اینا رو باید جفت شهروند داشته باشه که اکتید موافقتی داشته باشه دیگه. تو فقط به سینا دقانی گفتی قطعی موافقه. سینا دقانی چون اینجا تارگت زد گفتی قطعی. ولی تو قبلش با ریاکشنات گفتی اینا جفت شهروندن. جو سینا موافقتی نداشتی. چرا اینجا داشت تارگت می‌زد گفتی دیسلایک. از نظرم آرمان قطعی مافیا بود. بین میساق و پوریا از نظرم پوریا شهروند بود، میساق مشکوکی. همین همزبی هم از نظرم شهروند. آها یه لحظه گوش بده. تو سینا رو بهش تارگت زدی درسته؟ اصلا کاورش می‌کنی سینا رو. من اصلا تارگت که آیا بعد استاد هیچ دلش نمی‌کنه. این همزبی که مشخصه تو بازی مافیاست. استاد بین میساق و پوریا قنبری قطعی تو بازی مافیاست. بین من رضا کشاورز تو بازی مافیاست. فکت رضا کشاورز چون که به نظر تو رو پیک نکرد تو بازی تو رو پیک نکرد باز بعد گفتن که پیک شده تو بازی چه فکتی هست که پیک شده تو بازی به چه فکتی اصلا تو بازی مافیا اصلا نفر فرق داره بین مثلا بین ما دو مافیاست فکت بین ما چه بودی مثلا بین ما تو مافیاست بین میساق و پوریا قنبری تو بازی مافیاست فکت میساق میان چرا میگه پوریا قنبری به نظر بینشون تو بازی مافیاست چون که زیاد در مورد کم صحبت کردیم به نظر بین دو مافیاست این داخل بازی مافیاست فکت در مورد آیه پوریا قنبری نشینن در مورد چی آیه امین حمزه‌ای به نظرم شما مافیاست تو بازی روزی که خیلی افتضاح بود خیلی افتضاح روزی که مهم باطنی چالش تو باید از اون خب تو اگر میخوایی که موبیل فاطمی مافیاست تو بازی خب دیگه مثل موسیقی سمت ابوالفضل هم بگی تو بازی چون ابوالفضل فهمید با قطعی مافیان تو بازی خب این میخواد من از بازی بکنه بیرون نیاز داره دو سه تا آدم قوی بیان تو سایدش تا بتونه من از بازی بکنه بیرون شما تنها کسی بودی که روز معارفه تو به ما گفتی قطعی مافیا سینا دقانی هم موضع من آورد پایین چرا دیگه اینا تارگت کردید تو بازی چرا اینا تارگت کردید جزی که می‌خواستی شهروند نمایی کنی تو بازی خب مشخصه چه بسته بودی ندیدی یارات اینجوری بازی کردی تو بازی که به نظر قطعی مافیایی نگاه سینا دقانی کاور کرد دیگه درسته گفت چرا این آرمان اگر بگید مافیا بوده بعد سینا دقانی روز یک داشته یاراشو تارگت می‌کرد اون یاراشو دیده می‌خواسته به بسم الله موزه سینا دقانی بره پایین از به نظر مافیا نیست آرمان اگه شهروندی به آرمان تارگت نزن ما امروز مسیرم سمت ابوالفضل اصلا ولت نمی‌کنم چون تا اگر می‌خواستی من از دک بیرون بکنی نه بعد دیگه به اینا تارگت بزنی جز شهروندهای خالص پوریا هم مثلا شهروند تو بازی اما اصلا عزیزم ما اینجا بازی کنیم دیگه قرار نیست با کارت تو تنها بازی کنم که قرار با کارت 9 نفر غیر از خودم بازی کنم چه صحبتی بود میگفت فقط باید خودم تعیین می‌کرد و بعد خودم داخل بازی تارگت می‌زدم این فکت بود برام مشکوکی ولی آنچنان موافقت ندارم اینطوری الان ما دیالوگ کردیم جدی میگم موبیل فاطمی به نظرم مشکوک بود حتی آرمان قاسمی هم نظرم سایتون حتما توشون مافیا است چون آرمان قاسمی تو فهمید سینا دقان داخل بازی مشکوک هست دیگه اونجا باید تحلیل می‌کردی دیگه چه تحلیل نکردی برای تحلیل نکردی میساق که مسیر داشت تحلیلش کنی چون تو از بیس شهروندی حسن آبخش بازی رو شروع کردی یه دیسلایک هویت حسن آبخش دادی کسی که به حسن آبخش تارگت زده بودن یکی رضا کشاورز بود یکی عرفان نداف بود اینا رفته بودن بهش تارگت زدن تو یه دیسلایک اونها دادی باید حتما اونها رو تحلیل می‌کردی تو هم اومدی به آرمان قاسمی تارگت زدی آرمان قاسمی تارگتش کردی دیگه میساق درمیشی چی بود چون آرمان قاسمی رفت به کسی تارگت زد که اومد به یوسف داخل بازی تارگت زده رفت به سینا دقانی تارگت زد که به یوسف داخل بازی تارگت زد نباید به آرمان قاسمی تارگت بزنی حتما منظورم تو شما دو تا مافیا هست من رضا کشاورز میساق درمیشی به نظرم جفت شما هم دیگه شهروند اما اصلا این مافیایی بود ای شهروندی اون تارگت بزنی ببین آقا آرمان رو واسه اینکه مشکوکه با تهرانی که رد کرد معارفه چون تو کارت خود اصلا واسه مهم نیست میساق گفت تو مافیایی من گفتم چیکارش داری بنده خدا یه گوشه نشسته صحبت خاصی نکرد رفتم به میساق تارگت زدم تو اومدی گفتی من مافیام کارت خود چیه شهر مافیا تو با مافیا باشی من این کارو کردم در مقابل تو شهروندی که نباید من تارگت بزنی کارت دست شهرونده رضا که معلومه مافیاست حرف نزده مشخصه مافیایی رضا جدی میگم از اون فیلینگا که معلومه مافیایی ها اینجا بین رضا و آرمان امروز ساید میگیرید ساید میگیرید دیگه بحث هم تارگت نزنید استاد مو به نظرم مبین داخل بازی مشکوکی بین تو و حمزه هم داخل بازی مافیا داشتون کار بینتون ما چون تو گفتی بین 2 و 3 داخل بازی مافیا مبین گفت تو شهروندی داخل بازی تو 2 و 3 تارگت زد و حسن هم مثلا شهروند اعلام موضع هم راجع به نک این ترناش که نفهمید تو داخل بازی گفتی چه بین 2 و 3 تمامش گفتی اما اصلا چون تنها صحبت کرده داخل بازی مافیا فکت راجع به نداشتی چه بین 2 و 3 داخل بازی مافیا تو مشکوک بودی داخل بازی امین حمزوی هم گفتی بین مو نداف داخل بازی مافیا نداف که به نظر رضا کشاورز شهرونده مستقیم خوش تارگت می‌گیری تو هم داخل بازی مشکوک بودی نکست الان می‌خوای بگیری واسه مدیر بعد صحبت کنم
آقا یه لحظه گوش بده. من جا بودم اصلا به اول تارگت نمیزدم امروز. نه اصلا من جاتون نمیزدم. اصلا نه به اول تارگت زدم. اول کار خفنی کرد به نظرم معارفه. به تو تارگت زد. بعد میگی تارگت زد به من به آقای سینا دهقانی که اومدن میگی تارگت زدم من به تو تارگت زدم. کار خفنی کرد. نظرت با نقش مافیایی. قراره یکی تو بازی تارگت بزنه بکنه بیرون. اون کیه به تو تارگت زده. بعد میاد به کسایی دوباره تارگت میزنه که میخوان با تو بخواد مافیاشو بکنن بیرون. به نظرم با نقش مافیایی همچین کاری نمیکرد. مثلا تو بازی شهروند اصلا نباید تارگتش میگیره با این کاری که بین یک و دو یک بین مبین حسن امین آرمان قاسمی اینجا پر مافیا من نظرم حاجی اصلا فیلینگ عجیبه بین شما چهار تا پر مافیا هست. نه آقا من دو تا نکته بگم. یا ابوالفضل که اصلا تو اروری دیگه نظر دی شهروند پوریا شهروند حسن آقا شهروند عرفان ندار رو یه سری فیدیو استاد لایک شده. همین همزمان که یارمونی کاورش کنه سینا دهقانی که یارمونی مومی فاطمه مافیا با کی اینا رو کاور که کوم کاور که اصلا آپاش نگفتیم خام کارتش راه کنه. بی تو تواصل میدونم میگم ضعیف بودم. کی یارمون تو بازی؟ بین خود آرمان حتما بیرزه کشاورز سینه دهقانی حالا داره بعد میشه به شما مافیا 15 ثانیه حرف زدی گفتی نکس حتی حداقل مینا گاد نکس بده به سینا تارگت میزدی. آقا ما پوریا قنبری سینا دهقانی با همین حمزه اینا همش تو فکر یکی نگاه میز میکنه اون سرش میخورونه. ما اینا رو کاور میکنیم تو بازی. اینا اندازه شهروند بهتره که یه دونه مافیا باشه. تو خودت ابوالفضل آرمان میساق تو شما پر مافیا. پس میگم تو خودت سینا دهقانی آرمان داخل بازی یه دونه مافیا. چالش بره آرمان. سینا دهقانی خب همون کاری که این استاد مبین فاطمی کرد آرمان کرد مبین فاطمی هم کرد. آرمان بهش گفت شهروندی اومد موضوعش رو کن گفت نه تو شهروند نیستی به نظرم. آرمان قاسمی به مبین فاطمی گفت به نظرم شهروندی. مبین فاطمی خوشش نمیاد گفت تو به نظرم شهروند نیستی. چطور به استاد مبین فاطمی تارگت نزدی؟ جان خود می نقشون فرق میکنه با هم دیگه. چون این می تارگتاشون با هم دیگه فرق میکنه. از کارت خود بازی کردی. اگه می‌خواستی به این فکت تارگت بهش بزنی که کارت خودش براش مهم نبوده استاد مبین فاطمی هم کارتش براش مهم نبوده رفت جای دیگه. آقا بی خیال من میگم شما سه تا یکیه اصلا نمیپردازم به جان تو کدوم ها؟ هرچی فکر میکنم میثاق قطعی ما شما برای چی به میثاق تارگت نمیزنید؟ آقا من این فکت که آوردم تو تارگت به نظرتون نمیشینه. میثاق کلی هم تو دست و پایش مافیا میگرد دیگه. آدز پیک شدنش بالاست. آدز پیک شدن میثاق بالاست. برای چی به میثاق تارگت نمیزنید؟ عجیب اصلا شما که بهش تارگت نمیزنید به نظرم یار دارید میثاق. آره یار تو باش یاری به تارگت نمیزنه. میثاق به نظرم حتمی مافیاست. نمیدونم صحبت بکنه. دیروزش هم مشکوک بود. من دنگ نمایندگی اون بتونم به نظرم شهروند بودیم میثاق مافیا باشه یارش همین حمزه بیاد چون قبل شب داشت اینجوری میکرد مثلا چالش سردست ندیدم بگیره تا الان هم باز نشده این فکت مشکوک شده. سینا به نظرم حتما مافیاست. آیه سینا من با نقش شهروند کی نیاز به کاور داشتم که این کار واسط مهم نبود. کی نیاز داشتم که این کار واسط مهم نبوده. مبین نمیدونم مبین دوام میزنید تو بازی چیکار میکنید؟ خب گفتم خود شهروندی به مافیا هستن دیسلایک دادن پوریا اون یک شهروند کردن گفتم رضا مشکوکی استرس داری همینا رو گفتم که کاورش کردن به این سینا هم تارگت زدم میثاق گفتم مشکوکی چه برای همین داشتم که آرمان حتما مافیا اینجوری مون میکنید نه تو دیوار شهروندی ها. چالش یا دیگه من از کجا میخواید بعدی اصلا بعد من صحبت کنم. بینندگان عزیز کسی در خطر پوش نیست به خاطر دادی نمیشنه یکی پوش بشه حتما یارای میثاق تو میثاقن من نمیفهمم چرا اذیتی پوریا جان چجوری یارام داخل منن خود تو بعد بگی تو بازی عزیزم میثاق مافیا تارگت میکند پس حتما اگر شهروند باشد نمیذارن شهروند باشد مافیا میکنن. این جمله صحیحه یک دونه تارگت زدن به منه یعنی یارام تو من نمیرن تاش میکنن کنارم میشینن. آرمان جان مشکوکی عزیزم شما باید مسیر تارگت زدن به کی باشه؟ به آقای ابوالفضل و آقای کی؟ آقای مبین فاطمی. تازه از کارت راحت‌تر میتونی تحلیل کنی. باید بگی ابوالفضل و حسن آببخش با هم تو بازی مافیان که حسن آببخش تارگت زد به ابوالفضل را باش دیالوگ کرد اومد به تو تارگت زد در صورتی که حسن آببخش تو شهروند داشت به مبین تارگت نزد. چجوری فهمیدی سینا تو بازی مافیاست؟ یعنی سینا جان این هر چیزی بخونه مافیا میگم لادر مادری چی اینجوری داره به تارگت میزنه داداش اینو دارم بهت میگم ببین
بین مبین فاطمی، نداف، خودم، ابوالفضل، آرمان من بیشتر از یه دونه مافیا ندارم عزیزان. یه دونه مافیا کارت مبین هر چی باشه هر کی هم کامل کنه به نظرم ماهیت شهروندیه. اینجوری دارم بهتون میگم. برو. خب نگاه ابوالفضل نمیدونم دیالوگ میکنی چی تو بازی. تا قبل از خودت با مبین دیالوگ کردن گفتم به آرمان تارگت نزن. به نظرم شهرونده. تو خودت میای چالش از اون میگیری دیگه اصلا قرض کارت با خودت کار نداری بین دو تا شهروند تو دنبال مافیا میگردی. مشکوکی خب. نداف حالا نفهمیدم. اون حرکت خفنی زده شهروند بود یا مافیا بود تو بازی؟ خب سینا دهقانی چی بود تو بازی؟ ها؟ امروز نداف روز قطعی مافیاست. امروز اگر ما نماینده کنیم نداف قطعی میاد چون تو ذهن ما بین ابوالفضل، آرمان، نداف، سینا با مبین دو تا مافیا باشه. سینا و مبین اونقدر مافیا ندارن اونقدر. نداف امروز بین دستان تک دفاعش میکنم از نماینده میکنمش بیرون. میساق شهروندی میکنم پوریا شهروند. چالش میدم رضا صحبت کنم داخل بازی؟ رضا رو صحبت. پس چه بین ما و نداف داخل بازی مافیا مافیا منم تموم شد. سایدا 1 به 1 شد داخل بازی چون گفتی میساق داخل بازی ترنت گفتی بین مبین، نداف، خودت، ابوال آرمان یه دونه مافیا. بین ما دو تا تارگت هم بزنت یه دونه مافیا سیف یه گردنش میگیره. نه خب ما رفتم با سینا و همین حمزوی داخل بازی درگیر شد. گفتی توی 5 تا یکیه. تو ما دارم مپ میدم دست دوستان. مپ دارم بین ما و سینا و نداف حمزوی هم بگو یه دونه مافیا. سیف یه گردنش میگیره. نه گفت مبین به نظر ذات شهروندیه. تارگتاش داخل بازی. وقتی گفتی توی 5 تا یکی تو ما 3 تا سیف گردنش میگرفتی با کارت خود. گردنش هم نگرفتی. مشکوک بودی. نکست. ببین آقا این آرمان چی میگه اصلا من متوجه نیستم. آرمان معارفه نباید به من تارگت میزد، بعد به میساق تارگت میزد نزد. امروز منو مافیا داره دوباره مبین فاطمی مافیاهاشو کاور کرده با مبین فاطمی دیالوگ میکنه میگه تو نفهمیدی سینا مافیاست. یعنی تو فهمیدی مبین شهرونده داره مافیا رو اشتباه کاور میکنه. من مافیا مبین شهروند داره حتما مافیاست. آرمان که حتما مافیاست اینجا نشسته. من حسن امروز من بین حسن و ابوال مافیا ندارم بابا. چون که کارت حسن و ابوال سر داد. کارت ابوال هم فکر می‌کنم نداف سر داد. درسته آره. واسه همین من اصلا اینجا مافیا ندارم حداقل واسه امروز. مبینم داره منو کاور میکنه به اونم نمیخوام تارگت بزنم حتی اگه مافیا باشه. پس فعلا من مبین حسن ابوال فعلا بینمون یه مافیا نیست اونقدر. نداف به نظرم مافیاست. من بین نداف و رضا و آرمان که حتما یه مافیا رو دارم. یعنی حتی 2 مافیا هم دارم. پوریه صحبت با سینا خیلی مفهوم دیگه نباید بگید که اون استاد مبین رو داخل بازی تارگت میکنه. مبین سر صحبت رفته با خب این فکتی که داره میاره داخل ما تو کاورت کرده دیگه. نباید بگی مبین فاطمی مافیا است دیگه. تو میگی امروز نمیخوام بهش بگم مافیا. و یعنی پس ذهنت مشکوکش داری که نمیخوای بهش بگی مافیا دیگه. تو صحبتات همین رو گفتی. یعنی پس ذهنت مبین فاطمی هم مشکوک داری. آقا یه جوری داره بازی به نظرم سینا داره دولبه بازی میکنه. میگه کارت این استادا که نداف سر داده، کارت اینم که کی سر داده؟ کارت حسن آفخشو. ابوالفضل این کار خوبی کرد، دیالوگ کرد با حسن آفخش. گفت که به نظرم دیالوگش خیلی شهروندی بود ابوالفضل که سینا به نظرم مافیاست. سینا حتما مافیاست. سینا چرا مافیاست؟ نداف شهرونده دیگه. سینا مافیاست، نداف شهرونده. نداف رو کجا مافیا نشسته؟ تو 1 2 کدومش مافیا داری؟ یا علی چی؟ مبین به نظرم مشکوک. خب مبین مشکوکه داخل بازی. مبین مشکوکه. من استاد داخل بازی شهروند هستیم یا نه؟ شهروند هستیم یا نه؟ میساق درویشی کارتش داره نداف. امین حمزه یا علی کارتت میگه امین حمزه داخل بازی مافیاست. برو گردنش کن. چون من نداف مبین توشون حتما مافیا دارم. چرا؟ چون نداف اومد از من کاور کرد گفت حسن آفخش 1 حتما توشون مافیا هست. مبین فاطمی امروز چالش گرفت گفت ابوالفضل داخل بازی با آرمان قاسمی توشون حتما مافیاست. خودت حسن آفخش شهرونداری یا الان نداف گردنش میگیری؟ هیچ گردنش نمیگیری. رفتم من دیر میرم این روزا چی بود اسمش؟ اسنپ گیر نمیاد. نه اسنپ گیر نمیاد دیگه. نمیرم تو خودت نداف که نظرم حتما مافیا. سینا دقیقا داخل بازی مافیاست. بابا شد 5 تا شهروند نظرم کاور میکنه به یار باز تارگت میزنه. چالش تمام شده؟
من میخوام موبین فاطمی آببخش سینا اول آرمان بازی مافیا کاور کنم. آقا شما دو تا دارید فک واسه هم میسازین که همدیگه رو تارگت کنین. انگار میدونی همدیگه مافیایی نمیدونی چیکار هم کنین. به نظر اون رضا کشاورز که معلوم مافیاست به نظرم. رضا کشاورز عرفان نداره بین تو مافیا بازی خرابه. اینجا اصلا همین لوکیشنی که ما وارد امروز هم بینش همه مافیا دارم تموم شد رفت. اصلا تو فکت مسئله سرسان چون دیگه اون تاریخ کردی ها. فکت اینکه آقا به شهروند تایید پس مافیا تو خیلی فکت ساده است. کسی موبین فاطمی تو مافیا داره؟ کی؟ تو برو با پول رقم بر فرانسه. نمیخوای بگیری؟ کارت تو رو داری؟ برو با وایسای. کارت تو. من سایدم خودم روزا کشور فعلا دارم. مرسی. آرمان. آقا میثاق که حتما مافیاست تو باقی اصلا کاملا یابیا بود ایبوا نداره. قبل شب زد رو گردن واسه همین همزایی واسه چالش نگرفت تا ترم. میثاق حتما مافیاست. آقای سینا نفهمید شهروند گردنت میگیرم. آره حتما مافیایی. میگه واسه موبین اون در تا بازی یه دونش درست بازی می‌کنه میره تو دیوار هر شهروند ما گردن میگیره گردنمون میگیری. نه موبین اشتباه گفت. خوب بازی می‌کنه ولی این بازی از اون زدن آماده نیست. یعنی ذهنت آماده نیست به نظر. اینجا حتما مافیاست. ازش شما دوست دارین همو تارگت بکنین. دوست دارین از شهروندین دوست دارین. ذهنتون بعد مشغول که آخر بازی نشین یکی تو مافیا باشه کنسوم اون یکی داشت اون یکی رو مسخره بکنه. این باز بعد تارگت حتما مافیا نمیشه. رای نماینده میدم آیه پوریا. تو رضا مافیا داری. تو بازیشو در میاره. نه با شهروند تو دیوارا. ها نمیدونی این میگم من پوریا نماینده میگم نوبتی بیارمشون بالا نوبتی هم پول میکنم. من چالش میدم. همین که دقیقاً نماینده میخواد بدی پوریا مشغول. چون پوریا نمیفهمه تنش میگه سینا دقانی چرا رفته به موبین تارگت زدی اصلا سینا دقانی به موبین تارگت نزد گفت بین آرمان رضا ندار دو تا مافیاست اسم موبین اصلا نیاورد چی میگی من اصلا نمیفهم پوریا قنبری چی میگه حس میکنم داداش اذیتی یا اصلا نمیفهم نه اصلا آبخش از خبر نیست پس بیننده با نزدیک صدا رفت بالا اینجوری داستان آقای رضا کشاورز نمیتونی وقتی به مافیای لایک میده تو بازی اینجوری نگاش کنی مثل مهران مدیری که تو شبای برای به دوربین نگاه میکرد چی میگی حسن آباد مافیا هست یا نیست هست یا نیست خب باید ببینیم نه یکی باشه دوتا نیست یکی باشه دوتا نیست من عزیزم بین آرمان پوریا یه دونه است با این دیالوگایی که دارم میکنم بیشتر از یه دونه نیست خب اینو میخوای نماینده کنی همین الان چالش داد به حمزه میگفت دوبلی با هم مافیا بریم فقط واسه هم میسازیم همینو گفتی داداش به من یک بیکایی که تاییدمه سینا رضا تو مافیا هست داداش با این برآینده هم که دیش پیش میره بین خودت و آقای پوریا تو بازی مافیا هست نکست مرسی امین من صحبت آقا من یه فکتی بود تو معرفه یادم رفت بگیم وقتی سینا دقیقا به آقای میثاق باید داره سه نفر لایک دادن من بودم آقای پوریا بود آقای حسن آبخش بود عمری که سه تا شهر همزمان من لایک نمیاد سر یه نفر پس بین پوریا قمری حسن آبخش باید مافیا باشه چون کارت بچه‌ها فارغ از کارت تو اینا هم دیگه کاور بگی تو رو بگم تو بازی بیرون چرا دیگه آقا تو داری پوریا قمری رو تبلیغ می‌کنی فقط تارگتش یکیه تو زن میده چین کیه عرفان ندا رضا کشاورز میثاق تو زن تو چینم چرا دیگه آقا همین که به نظر این سه تا باید چین نیستن استاد شعورش میرسه یارم تو سر سوال چالش به یه چیزی تو یه تارگتی به ما پرت کنه تو بازی که نزدن که معلومه یار من نیست تو بازی آقای رضا کشاورز چالش داد سینا دقیقه صحبت که نوعاتت که فهمیدی بعد اینجوش ببری با این فاطمه تو استایل بگیری تام تارگت کرد می پوینت دادی خیلی گمرا آقا دیالوگ نباشه اینجا مافیا توش آقا دیالوگ نباشه از آقای موبین فاطمی فقط یه اسم بگید به عنوان نماینده موبین سینا دفعه موبین یکی آقای موبین یکی آقای نداد آقا فقط دنگ لطفا ببخشید حسن چون رای نیست کسی که موبین ابوال من میدم ابوال سینا مثلا برونش دو تا نماینده داریم
بین پوریا میساق سینا اصلا مافیا ندارم. ابوالفضل هم تو اگر فهمیدی سینا شهرونده اما یه چیز دارم میگم، شما همینطور کارتون نسبت به سینا دهقانی باخت، یعنی هم آرمان هم رضا کشاورز اینا همتون نظام کارتون نسبت به سینا دهقانی باختین، چون رضا کشاورز ما با امین حمزوی سایت گرفت. امین حمزوی تو بعد دیگه مستقیم میومد اینجا سایت می‌بست دیگه تو بازی هم میومد دیگه، نه این نفر در صحبت من نداف برام مافیه تو بازی، نداف برام مشکوکه، میام دادگاه صحبت کنم. ببین آقا گوش بده، من حسن رو باز شهروند دارم، ابوال شهروند دارم، امین، من سه تا دنگامو شهروند دارم، یعنی من به نظرم اینا هم شهروند دارم. من اینکه بگید من خودم شهروند تارگت میکنم یا به من دنگ دادن که اولا معلومه بین دو تا مافیا نیست، دوم معلومه که بین آرمان و عرفان و رضا یه دونه مافیا است، پس اینا مافیا نیستن که من دنگ بدن. ببین آقا رضا چالش داد به من سیف گفتم تو حتما مافیایی صحبت نکرده، رفت گفت مبین مافیاست، دنگ نمایندگیشو داد امروز به مبین، بماند که خود مبین بعد دنگشو میداد به من، دنگشو داد به حسن. چرا دادی به حسن؟ خب میدادی من دیگه، حسن منو شرمندش دادی به حسن. اصلا من نه خوب کار کردی، نه دفعه آوردی. من اینجا که برای مافیا باشه، چون منم نمیفهمم تو داری چی میگی، میفهمی چی میگم؟ چون تو هر چی که من گفتم همه رو برعکس گفتی. اصلا پوریا من رضا رو میفهمم. تارگت دوم آقای رضا. یه لحظه، کاور آقای عرفان نداف، آقای میساق، کاور آقای رضا. اول میساق صحبت. ببین سینا جان، نباید ذهنت نسبت به ابوال خوشبین باشه. میدونی چرا نباید ذهنت خوشبین باشه؟ ابوال چالش سیت 2 رو گرفت، یه سه داشت. سیت 2 رضا صحبت نکرد و گفت بیس شهروندی من میساق رضاست تو بازی. دیالوگ آقای ابوالفضل تو بازی. تو وقتی فهمیدی رضا تو بازی مشکوکه، ابوالفضل نسبت به کارت رضا هیچ واکنشی نشون نمیده، داره اینجا رو تو بازی تارگت میزنه که اینجا تو بازی مشکوک هست. نداف که تو بازی شهرونده، چون نداف روز معارفه با آقای رضا کشاورز لوکیشن کجا رو تارگت کردن؟ به نظرم گفتیم اونجا تو بازی مافیا هست، دوبلتون بازی اونجا مشکوک دارن، حداقل یه آرمان مشکوکه تو بازی. به نظرم تو اینا گادفادرن. نمیتونه باشه که اونجا تارگت زده باشه تو بازی. اگه اینجا گادفادر اون دو تا با هم شهروندن، اون دو تا با هم شهروند باشن، اینجا یه دونه گادفادر باشه، اینا یار ندارن تو دک، فقط یار رضا کشاورز میشه ابوال. من عرفان تو بازی کاور میکنم. سینا جان امروز سایت باز میشه با آقای رضا کشاورز، چون دنگت به آقای مبین مشکوک بود. ابوالفضل جان شما هم تو بازی، من فردا بمونم عمری باقی باشه با هم دیگه دیالوگایی میکنیم، سازنده باشه ان شاء الله. نکست. رضا تو با من پوریا هم مسیر بودی، چرا دنگ دادی مبین رو شهروند داشتی باشی، فیلینگ هم شهروند داشتی، مسیر اشتباهه، نمیتونه مثلا نمایندگی خوبی واسط بیاره که وقتی همین حمزه و سینا رو مافیا داشتی، این دو تا دارن مبین کاورشون کرده، حتما مافیاتون نمیاره که دنگ دادی. بین من و پوریا انتخاب می‌کردی بهتر نبود؟ اونقدر مافیا نداشتم، چون من اینجا مافیا داشتم حقیقتش، ولی نمی‌دی هم بعد سایت باز بشه، با اینکه شهروند داشت. سایت سینا باید باز بشه. کاورش ها. ممنونم. تارگت اول آقای نداف دفاع کن. آیه آرمان تو ترنت به رضا کشاورز تارگت داری؟ تارگت نزد هیچ. عجیبه سینا رو تو تارگت میکنه، تو بعد تارگت میکنه، مثلا عجیبه. بعد داخل چیز میگی مثلا بخش میگی خوب کار کردی، فاننده خوبی داخل دادگاه، پس از نظرت ابوال شهروند، حسن نوبت هم تو شهروند. داخل ترن خودم بلند شدم گفتم آیا اصلا این کار خفنی کرد تو روز معارفه، به نظر با هر چی باشه چرا حتی بهش تو بازی داره، پس یه شهروندی شاید تو بازی داره میزنه. بلند شدم گفتم آقا چرا این حرکت خفنی زدی تو بازی، چرا داری میری تو بازی تارگت می‌کنی، بیا ما تارگت کن. ها چی میگی اصلا؟ به نظر بازی خرابه. امروز رأی کسی شهروند ها نمیده، آقا شهروند ما مطمئن بودم پلاسه، مطمئن اگه شهروند رو پلاسه، همه دارن میگن شهروند، نمیدونم چرا شهروند شدی. اگه شهروند رو پلاسه من میرم بیرون، رأی نمیدیم شهروند من رو پلاسه، مطمئنم حتما روی یکیتون پلاسه داخل بازی، چون ما شهروندم و نداف هم زیاد مافیا نه. من مپ دادم دستتا، گفتم توی 5 تا میگی یه دونه مافیا ذات مبین شهروندی، شما مبین کاورش کردین دیگه، ما تارگتش کردیم، ما دیگه یه دنگ نماینده آورد، مطمئن بودیم شهرونده، یه دنگ نماینده آورد داخل بازی. بهت مپ دادم گفتم بیا پوریه گردن بگیری، وقتی توی 5 تا داری بین مو و سینا و حمزه هم دارم بهت میگم یه دونه مافیان، مو با دو تا تارگتم داخل بازی، برو سیف پوریه داخل بازی گردن بگیر. این هم امروز اسپویل گرفت گفت ساید سینا باز بشه. ابوال گفت رضا میساق شهروندن، دک مون تارگت که ما مافیا
حسن دورت بگردم شما همه تارگت کردید سیت 3 میگفتم حتما بین تو سایده اون من کاور کرده تو کنسرت دادم تو رو تارگت کردم اون مافیا میشه داره ایچه چون سینا داره کاورت میکنه میگه حسن حتما شهرونده ما تارگت کنیم لایک دادی اون مافیا مثلا عجیب غریب بیتر مرسی ما شهروندم داخل بازی میگم ندافع مافیا نکس میخوام رای گیری کنم. رای گیری اول برای آقای ندافه، بعد آقای کشاورز. رایتون رو نگه داریم بشمارم. رای گیری میکنم. رای برای نداف 2 رای. رای برای رضا کشاورز 2 رای. با اعتصاب رای میانه آقای نداف 1 رای. شب برای همه خواب. همه خواب. Thank you.
میثاق بعد از من صحبت کنم. به نظر اول شهروند بهش تارگت نزن. به نظر شهروند ببین چون من این چالش دوم گیره گفت خودتو رضا کشاورز تو بازی شهروند داره دنگش رو نمیداد سینا دهقان که یارش رضا کشاورز رو بیاره بالا که میداد خود که پوریا رو بیاره بالا. میگه چی میگم؟ یعنی زیر پای یارش خالی که اگه مثلا یه فیلینگیش داشت یارش باشه. مثلا خود اول تو بازی شهروندیم واقعیش هستیم تو کشیدن عقب چون مثلا خیلی نمیتونیم با هم نه با آبخ دیالوگ کنیم تو بازی خودت تو دوتا با هم شهروندین و ابوال هم شهروند مالی ده دکا به نظر اصلا کل مسیر روز اشتباه بود. یعنی به نظرم تو مبین فاطمی پوریا قنبری حسن آورد پر مافیاست امروز. من امروز اینطوری ام. کی گردن میگیری حسن جان؟ کی؟ نداف تو اول نداف مشکلش حل کن. نداف چیه؟ میخوای دوتا رو با هم دیگه گردن بگیری. ببین رضا چهار ما چیم داداش؟ ما شهروندیم تو بازی اینجا باید یه دونه مافیا باشد یا نباید باشد تو بازی؟ اینجا باید یه دونه مافیا باشد چون دوگانه مافیا نیست. آرمان گفت آقای پوریا بهت رأی میدم پوریا گنگ بود تو بازی. گفت آقای سینا دقیقه چرا رفتی به مومین تارگت زدی؟ اصلا مومین تارگت نزد تو بازی. ابوالفضل چرا دنگی تو دادی به آقای سینا؟ چرا؟ ببین آقا من اینجوری پیش بره بیام بین یک و دو هم تو بازی مافیاست. بین یک و دو هم تو بازی مافیا هست حتما. صحبت گوش میکنم. اینجا هم مافیاست. سینا یکی رو کاور کرد شاد شد مطمئن. آقا سینا تارگتش مافیا نمیده شاد شده تو کاوراش مافیا. یه مدران بهتون میگم ندار دورت بگردم حتما تو یک و دو خودت بیا سایت مشخص کنی چون هیچ کدوم شهروند نمیشن منفی روت بیده نه ما نوچین شدم یا نه دیروز داخل بازی شمال مالی دم اینا رو مافیا مون لایک دادن به این مپ دادم داخل بازی همین دوتایی که تارگتشون نکرده بودم به ما رأی دادن استاد مچنم سیما بکن روش میکنه با برداخت حتما بینتون مافیانا یعنی بازی جوره ما دیروزم بهت گفتم که حتما شهروند داخل بازی نکس بین کیا بود رضا؟ منم پوریا من اصلا مشغول دارم اصلا دیروز تو دیالوگ گفتی کارت تو به آیه سینا باخت کی باختیم کارت امروز می‌خواستم یه جوری گردش بگیرم خدا رو شادش کردن آبروزاری کرد برای رو شهروندی شو بشه بچه حسن اصلا مشکوکه رضا دیروز ما رو نمایندگی اصلا یه سایت دیگه ما راه دادیم من پوریا راه دادیم می‌خواستیم سایت سینا رو باز کنیم یه شهروند گردن گرفته خودت شهروندی من شهروند راه دادم چرا موافق به راه ندادم خودت هم مشکوکی حتما بین تو اصلا سایده تو خارج از تیم میگفت رضا مشکوکه واسه چرا رفتی نداف آورد نمایندگی سینا داشت اشاره می‌کرد که نداف به نظرم شهروند راه ندادن بود ولی اگه به رضا راه نداد چون من گفتم سایت باشه من مشکوک داشت راه نداد ولی اون رضا مشکوک آقا امین حمزه چی میگه تو بازی؟ امین حمزه میگه 1 2 3 ما ستا مافیا بودیم خب ما می‌خواستیم ستای دیروز تو رای گیری شرکت کنیم یه پلاس می‌ذاشتیم که در می‌گیریم تو بازی نمی‌تونیم منفی بنانیم که ما وکیل شدیم همون تو رای گیری شرکت کردیم ما دو تا تو رای گیری شرکت کردیم نه شرکت کرد یه پلاس نذاشتیم یکی بکنیم بیرون ها که فردا اینا دیگه ولمون نکنن سایت همش میشه شهروند مافیا یه نفر اونم داره گوشه تو یعنی دیگه به این نتیجه رسیدی کسایی که اصلا تو رای گیری شرکت نکردن همه شدن دیگه شهروند دیگه چقدر تو معلومی ما امروز بین خودت آرمان من نداف خالی ما چرا دیروز رای نمایندگی دادی به ما ها من می‌خواستم کیو بیارم تو دادگاه این استاد می‌خواستم بیارم تو دادگاه چرا رای ندادی تو بازی ها خطکشی بازی که اینطوری نیست اما اصلا داری اینطوری خطکشی می‌کنی تو خودم میثاق آرمان قاسمی رضا کشاورز چند تا مافیاست تهش یه دونه مافیاست تو مبین فاطمی خودت نداف چند تا مافیاست تهش یه دونه مافیاست تو امین حمزه به یوسف که معلومه داخل بازی مافیاست چون چه داخل خودت امین حمزه چه داخل خودت مبین فاطمی نداف داخل باز دو تا مافیا باشه حتما پوریا قنبری داخل بازی مافیاست امروز یه علی اینا ما شهروند داریم میری بالا پوریا قنبری ساید میگی پوریا قنبری حتما مافیا دیگه تو شما دو تا مافیا باشه باز پوریا قنبری داخل بازی مافیاست ما دیروز تو ذهنم بود آرمان قاسمی میثاق رضا کشاورز سینا داخل توش تهش یه دونه مافیاست پس امروز پوریا قنبری به سایت خودم میارنش بالا به سایت خودم من میکننش بیرون تو شما مافیاست پوریا قنبری مافیاست یا علی گردنش بگیر میری گردنش بگیر مکاورت میکنم دیگه یا چالش تمام شد آقای فاطمی چالش نمیخواد عزیزم آقا یه لحظه گوش بدید داری میگی داخل رای گیری و خاصی شرکت کنیم اتفاقا مافیا هستی برای خود منفی بذاری داخل بازی شرکت کنیم فکر مافیا درست اصلا
یکی میگه داخل دادگاه قرار رای شرکت کنیم مثبت میذاشتیم که منفی میذاریم مثلا فک مافیا ده. بعد ببین استاد چی میگه بین ما امین حمزه و آرمان پر مافیاست. دیروز خاطرش گفتم بین شما 4 تا پر تا پر تو بازی مافیاست ها. 1 2 3 4 فقط تو یاد بگیر کارش کردم ها. اصلا میساخت میخوای به ابوال تارگت بزنی امروز به نظر مافیاست. ببین سینا دقیقاً داشت تو بازی کاورش میکنه. به نظرم شهرونده. به نظرم ابوال تو بازی شهرونده. چه پر مافیاست. شما 4 تا اصلا پره یعنی به نظر. ببین عزیزم عرفان آیه نداف من گفتم سینا دهقانی شهر مافیا کاور کرده شاد شده دیگه. 2 نفر تو بازی لایک نشون دادن کی آقای حسن آبخش و آقای فاطمی. خب کیا رو کاور کرده بود عزیزم تو بازی؟ نه گفت ابوالفضل حسن و آقای حمزوی تو بازی مافیا هست. یعنی دنگایی که بهم دادن تو بازی خودت هم لایکش دادی. بین این سگانه کی مافیاست؟ حسن رو میکشی کنار اینجا مافیا هست. حسن رو بخوای بکشی کنار که باید ندافو گردن بگیری که داداشی. چرا ندافو الان گردن نمیگیری؟ فشار بذار ندافو گردن بگیری. حسن رو میخوای بکشی کنار چون خودت حسن با هم شهروند باشین اینجا مافیا باشد و بگی یار ندافن تو بازی. ببین آقا من بین آرمان و آقای پوریا مافیا دارم. اینجا حتما باید مافیا باشه. امروز دوتا رو میارم بالا با هم. نکست. میساق جان امروز چالش میدم به موین فاطمه. باید بیداد نمی‌کنم. موضوع بالا اصلا تو تعریف بالا. اصلا امروز کاورت کنم. امروز کاورت هم می‌کنم. چون رضا کشاورز داشت مسیر میاد ما رو گردن می‌گیریم. اصلا ما مسیر اصلا برای چی میساق ما رو گردن برای چی به میساق مسیر میدیم ما رو گردن می‌گیریم. ما میگم امین حمزوی استاد ابوالفضل رضا کشاورز داخل بازی با هم. تو دیروز فهمید قطعی مافیات رضا کشاورز دیگه. ما اومدیم سر شما رو باز کنیم. شما فهمید رضا کشاورز قطعی مافیاست. برای آرمان قاسم حتما مافیایی. گردن امین حمزوی قطعی مافیاست با ابوالفضل. امین حمزوی ابوالفضل یا استاد رضا کشاورز به نظرم چین مافیا اینجا نشسته استاد. اینا دارن کارشهروندی تو بازی می‌کنن ما تارگت می‌زنن. ما نمیگیم تارگت نمی‌زنم. امین حمزوی ابوالفضل رضا کشاورز چین مافیا اینجاست. آقا بذار ما در مورد دیروز میساق صحبت بکنیم. قربونت بشم. پوریا قمبیر دیروز 25 بار گردنت گیره. چینش میگیری با کی میگفتی آرام پاش پوریا گردن بگیر. پوریا کل ترجاش تو گردن بگیره. چجوری فهمیدی بین اینا مافیا؟ من اصلا آپاش رای دادیم به کی عرفان نداد. تو ما چند تا مافیا؟ بیشتر یه دونه مافیا. ما سه تا کارتون بیر کنار دیگه. دیروز اصلا آپا 8 بار پول استاد ابوالفضل تو باید گردن گیره. ابوالفضل میگه خود شرمندی تو کسایی که داری کاور می‌کنی مافیا. به ما تارگت می‌زنه. دوباره اصلا چالش گیره خود نواتیه. استاد سیرادگان کیو کاور کرد؟ ابوالفضل امین حمزوی و حسن آپا. حسن آپا شو شرمند همتون بود دیگه. تو خودت 2 بار باش دیالوگ کردی. امین تر آخر تو شرمند به فانندا رای داده میگن عرفان شرمند این مافیا. ما سه تا چند تا مافیا مونه یه دونه. بین امین ببخشید میساق استاد پوریا قنبری با آرمانی که دیروز داشتن همون گردن میگرفتن میساق و بین تو ساید چند تا مافیا یه دونه. شو بین ابوالفضل امین مافیا. شو بین تو مافیا. عدد چی نیست. گوش کن این چی میگه رضا کشاورز نه اول چنی دیروز با اون تا دنگ سینا دقیقاً نمایندش که رضا کشاورز میاره بالا همونو بکن تو بازی بیرون داری اینو بعد شما دو تا این شهر با شهر شما عرفان ندار مافیا باز دوباره من مافیا خیانت کردم به تیمم که دیروز گفتم همونجا رو بیایم باز کنیم تو ندار چرا چواری فشار گذاشت اومد فشار شد اینجا یه چالش گرفت رفت اتکش کرد ترنت بود همونجا رو فقط بیارم بالا اصلا مشخصه این که من شهرم تو بازی اونجا یار ندارم اگه مافیا بود باز امروز شو فشار میذاره دیروز دو میکشن زیر تو با اینو قبول کنید تو بازی به نظرم خود ندار میساق ابوال بازی مافیا خودم کاور تو کنم پوریا خیلی خوش بلیش فهمی اینا شهر نرزه کشاورز چه دیروز دو کشید زیرش آرمان قاسمی که تارگت نمیکنه چیه خب من خودت نمیتونم چه اینو باشیم دنگ داریم من مافیا بودم ابوالم دو بودم دنگ نمایندگی بودم ابوال میشد 3 میشد نماینده اصلا اصلا دیروز چرا نماینده شد تو بازی چیکار کرده شما شهروند خودتون باید بدون آبش بازی کنید به نظرم تو موبیل آبر پوره کم دوتا هست کم دوتا هست میذارم زیر تیبل رو امروز آقا یه لحظه چالش دادم کسی حسن آقاش تو بازی مافیا داره؟ بله شایده دارم تو نداری؟ 3 تاشو باقا ببین آخر امین حمزوی ببین دنگ سوم داد به سینا دقانی که سینا دقانی بیاد داخل دادگاه این دنگ سوم نمایندگی داد که 3-3 بشه با این بیاد داخل دادگاه به نظرم امروز آها سایت باز می‌کنید بین ابوالفضل و پوریا هم اینجا مافیا هست یعنی میگه قطع مافیاته ایلاری کنه ایسلاگی دوستان فقط همینه
اینجوری میکنن فقط بین اول های پوریا قنبلی اینجا مافیا با نشسته باشه می‌بازیم خوش می‌بازیم این بعد بازی میام تو شهر هم کردم فقط بازی نمی‌بینی اول های پوریا قنبلی با آدز بالاتر آیه چالش نه ولی نه موقع بک بدمش بفهم احتمال زرگری آفرین بزنم گردن یکی با یستش اومده که آیه میساقی آیه اول با یست پوریا اومده تو بازی که آره چجوری بین من و پوریا چرا هی گفتی بین من و پوریا هی بین من و پوریا مافیا هی بین من و پوریا مافیا کی مافیا قطعیه این که دیروز ندافم کاور کردن کارا میکنه پوینت بگیره اصلا آباد که شو مافیا است که پوریا واسه پیش دیسلایک داره واسه امروز با میساق تا دیگه میگه از کارش دارم بازی میکنن مگه من شهروند داره خود شهروند داره از روز یک میگه بین من و تو مافیا است واسه کاورش کردی امروز تو بعد ابراهیم آقا امروز این همین ساید باز میکنه آیه ابوال آیه پوریا این به نظر با یستش اومد امروز پوریا باید تک ابوال گردن ولی دیسلایک بده تا فردا آیه سینا راهنما بود به تو راهنما میده لیگ یکی با اصطلاح مثبت جوری که گردن رو فکت داشته دک امروز داره مون کاور میکنه خود میگه شهروندی دو تا شهروند مون دنگ داره داخل بازی گردنش میگیره چون ابوال دیروز ترنش رسید گفت مو میساق شهروندیم یار ما بود حمزه گفت نه رو یارمون کاور بکن داخل بازی ما هم رفتیم تارگتش کردیم رفتیم تو سگانه دنبال با هم تارگت زدیم بله پوریا گفت مو استاد ابوالفضل امین حمزه و هم مافیا ما گفتم ولش کو داخل بازی بین حمزه و سینا داخل بازی مافیان این مون کاور کردیم گفتم نه یارسته حتما بریم مشکوکش کنیم داخل بازی تو کارت رو حسن آبخش فقط حسن قرار گردن میگیری یا میگی حسن مافیا یا مبین گوش میگیری داخل بازی چون اگر کارت مافیا بی یه دونه مافیا به دنگ میداد که بگه من دیگه به دنگ دادم داخل بازی خود کارتت اینجا درگیره ببین اینجا درگیر بشی امروز اونجا سایه میگیری نکست اونجا چی میساق صحبت یه سوالی از شما دارم میپرسم نداف چی میگه شما فهمیدن اصلا عباس شهروند خب نتیجه هیچ حالا تو اگه فهمیدی ما شهروندم میگم بعد موبین فاطمی گردن میگه دیگه بهت رأی 2 داده دیگه تو دیروز 2 تا رأی 2 داشتی شهروند داشته با شهروند سایت میگرفته گفته بیایم منفی بگیر بعد گفته میام یه اصلا بخش تو مافیایی که آره میتونستی سه تا یارو تو داد دخالت کنی خب میمونی یه پلاس میام رو سینا دهقانی دخالت میکنیم بیرون دیگه ما آقا رضا کشاورز اوقات مافیا نداره امروز بازی مسیر داره یا تو مسیر رأیگیری دیروز میدید جلو یا اینجا سایت باز میکنی خب پوریا قنبلی مافیا باشه که این نداف که یارش نمیشه میساق هم که یارش نمیشه او دوتا هم که یارش نمیشه امین حمزه یارش نمیشه بعد 1 2 3 ما سه تا چینیم امروز بازی مسیر داره چرا دیروز رأی ندادید دو نداف تو امروز ما اگر میخوایم رأی بدیم منطق بازی در چی میگه میساق به اون پوریا قنبلی تارگت نزن مرزون رو از رو شهروندی تو داره اینو مشکوک میکنن یه رأی میدم آقای امین حمزه یه رأی میدم این نداف آره ابوالفضل رو گردن میگیرم اما حسن آرمان داره دیتا مافیایی تو میاره به دک میگه شما نفهمیدین آقای حسن آبخش تو بازی مافیاست رأی بدیم امین حمزه و ایمان نداف آرمان دکش میگه ما دو تا داریم زرگری می‌زنیم تو شما مافیایی 1 2 3 سه تامون مافیاییم آرمان چیه گوش میکنین حسن آبخش میگه من راهنما بهم لایک زده به دستم رفتم استعلام حسنی که رنگ منفی روش بوده آوردم ولی میخوام ساید ابوالو باز کنم ابوال استعلام آی پوریا رو داره تو بازی چجوری دو تا استعلام تو بازی آرمان جان امروز پوریا مشکوکه با آرمان بیارینش بالا تک نمیاد بالا با آرمان پوریا آرمان نمیاد با حسن آبخش میاد شما بازی رو دارین از اینجا مافیا باشید بعد چه تارگت نمیزنین شما آرمان یه چیزی من 5 ثانیه بگم آرمان فهمید چی گفت من و این آقا تو بازی با هم مافیاییم من پوینت نداف خریدم پوینت نداف خریده باشم پس میگم بین 1 و 2 تو بازی مافیاست که همینی که من گفتم بین 1 و 2 تو بازی مافیاست پس من پوینت شهرمن خریدم رفتم لوکیشن یارم به دادم مبین جان مبین جان مرسی من صحبت کنم بعد هر کاری خیلی می‌کنیم اصلا میسان نمی‌فهمم چه جدی نمی‌فهمم چه ما یک کلیپ بکنم دارم میگیرم پخشم کنه 8 بار ببینوش نمی‌فهمم چه جدی میگم باید بگم مافیا آقا ما شهروندیم فهمیدین سینا دهقانی شهروند بوده تو بازی سینا دهقانی دو معتقدم کسایی که به ما رأی دادن حتی اگر دارن شهروند تارگت میکنن اونا بازم شهروندن حسن ابوالفضل امین حمزوی سینا با ما معتقد بود که قطعی مافیا استاد رضا ما رضا گردن گرفتیم گفتیم سینا دهقانی گفت
شما مافیا حالا داره بعد میشه بالا میاره این قطع مافیا امروز بلند شدم میگم پوریا قنبری حسن آفت مقابل فاطمی ما چه ربطی برام داشته که ما با هم مافیاییم امین حمزه فکت شهروندی خودش اینه که استاد نرداف اگه قطع مافیاست سرصحبت چالش گرفته فشارمون آورده پایین فشار تو آورده پایین پس فکت شهروندی اینه این مافیا این کارو کرده ما که دیروز راه دادیم به ما منفی دادیم خودمون کیو بدیم بیرون خب مثبت میادیم رضا میگیریم اگه رضا شهرونده میزان 8 بار چالش گرفته بین آرمان پوریا مافیا با کدومش مافیا چه میگی کیو گردن میگیری ما گردن میگیری موفق باش برو دکتر بعد یه جوری ندارم میگم ما دنگ زدیم به سینا رضا کشاورز آورده که رضا کشاورز یارشون پوینت داره شما اینا متوجه نمیشین میگه ما دنگ زدیم به سینا رضا کشاورز آورده بالا رضا کشاورز نگاه پوینت استاد من و آرمان رای داد من مسیرم نمیخوره آرمان گرم من و آرمان هم دیگر امین حمزه عزیزم من میدونم شما مافیایی ولی من دوست ندارم با داد و پا کسی بکنم بیرون فازم شو کردید داداش گفتم شما میگی شما انگار رضا کشاورز پوینت داره شما میگی رضا کشاورز پوینت داره ما رای خروج بهش نداریم میکنیمش بیرون اینا متوجه نمیشه میگی بین من این که مسیرمون یکیه چطوری بینمون مافیاست استاد نیست نه چرا بینمون مافیاست چرا بعد جفتمون با هم مافیاییم که بعد دیگه من و آرمان با هم مافیاییم چرا بینمون مافیاست جلل خلق نمیفهم چه میگه دوستان میریم برای رأیگیری از آقای حمزوی به سمت آقای آرمان توی 9 نفریم با 4 رأی وارد دفاعیه میشیم رأی برای امین دفاع رأی برای آرمان دفاع رأی برای ابوالفضل 3 رأی برای میسا رأی برای پوریا 6 رأی رأی برای عرفان 2 رأی برای رضا 2 رأی برای حسن 3 رأی برای مبین فاطمی 3 نفر که دفاعی هستن آقای امین آقای آرمان و آقای پوریا اسپویل هم ندارم چرا به من رأی دادی؟ بدون رأی خودم باید داد آیا آبک و فهمید باید تو بازی بری رضا کشاورز تو بازی کاور کنی به نظر دیگه امروز شهروند بود درسته؟ خودت گفتید پوریا قنبری هم کاور کنی مسیر مستقیمتی که آرمان قاسمی رو باید گردن بگیریم آرمان قاسمی هم خودش رو گردن گرفت فهمیدی باید ساید بین من و عرفان نداف باز بشه چرا ساید بین من و عرفان نداف باز شد خودت سایدشی با وفاتی دو داری رو منفی بوده تو بازی که اصلا توی سایگاری مثلا تو من و ابوال و رضا کشاورز با هم مافیا هستیم باید این فکت تکرار میکنم سینا دهقانی قرار بوده آقای رضا کشاورز تو بازی بکنه بیرون هی ما هم روش لایک میدادیم آقای ابوال دنگشو داره سینا دهقانی شده 3-2 به من رسیده گفتم ولش کن 3-3 رضا کشاورز بیاریم بالا که بره حالا کیا بهش 2 دادن پوریا قنبری و آرمان قاسمی کیا اینجا مافیا دارن میسا خودش فهمیدن میسا تو بازی شهروند دارن با دیالوگ میکنن بکن بیرون دیگه اینکه یار من نیست بهم یک داده امروز تو من مافیا باشم باید بگیم تو رضا کشاورز ندارم حتما یار دارم بین این دوتا یار دارم که عمر اون دوتا که یار من نیستن این دوتا هم که معلوم نیستن امروز دارم با میسا دیالوگ که فک شهروندی یارم میارم جمع کو آقا معلومه تو پوریا قنبری هستن آقا من موی اینا مسیرشو برمیخوره تارگت میکنم تو به نظر رضا کشاورز مافیا حسن آقاش میگه رضا کشاورز شو شهروندی که همون گردن بگیرید دیگه چرا گردن نمیگیرید یا عمل که رفتی برو وصیت به اشاره فرام بگیری میکنی حقیقام کیا بودن؟ میسا و چرا رای دادم؟ با چه اینطور رای دادم؟ بگم همه شما مافیا نبود واسه من رای دادم حتما مافیایی امروز که ساعت 1 باید میکنی حتما مافیایی فردا اینجوری آقای هستم قرار شهروند میشو بکنم تک دفاع بکنم که نفهم میشه اومدی دفاع چطوری رفتی نگفتی شو مافیا تو بازی رای دادم آوردمش بالا تو مگه با دست پوریا نمیاد تو بازی واسه من رای دادی به تو رفتی نداشت من رای بدی که امروز 1 با تو 9 تاست تو 9 تا اینجا 1 باید میکنی بین آقای ابوال و آقای پوریا نمیدونی بعد ما به شما میپردازم که رای دادیم بین امروز گفتم یه سیارم از بازی من رای دادی آقای حسن عباس هم شما مافیا دادن بهش 1 دادم دیگه با هم سه تا شهروند به من رای 1 دادیم استاد سینا دهقانی باش شهروندی کی اومد داخل بازی گفت این استاد حتما شهروند کی داخل بازی مافیاست گفت حسن عباس شهروندی کی داخل بازی مافیاست تموم شده رفت
شما 30 دقیقه بر کارت خوش ارزش قائل نبوده این دو نفر هم رای بشنن داخل این سه تا داخل بازی مافیا نیست امین همزمی آرمانی استاد داخل بازی مافیا نیست پس شهروندا اشتباه بازی کردن رای دادن که شهروند خواسته بیاره داخل دفاعی پلاس هم روش نبوده اینا هم رای ندادن بهش مافیا شهروند رو پوش بکنن داخل بازی این استاد مافیا نبوده که رای بهش بده درسته که شهروند بره داخل بازی بره بیرون گردنتون میگیرم وصیتتون میکنم امروز که رای میدم امین همزمی تک امروز استاد به من رای من ساید مال تو یکی نیست بچه که ساید ابولی بره داخل بازی امروز رای میدم امین همزمی تک بره بیرون کارشم این به من گفته شهروند به دنگ نمایز میدم اون حالا بین مال تو داخل بازی مافیاست بعد دیگه آرمان داخل بازی مافیاست که دارم بهش دیسلایک میدم امروز رای میدم زیر امین همزمی داره کارت چیز بازی میکنه امین همزمی قطعی مافیاست مرسی رایگیری مجدد میخوام بکنم اول امین بعد آرمان و بعد پوریا 4 تا خروجه رای برای امین 3 رای برای آرمان 2 رای برای پوریا 5 رای پوریا وصیت آرمان قاسمی واقعا کارت ارزش نداره براش بازی کرد جدی میگم اصلا ارزش نداره امین همزمی استاد دوبلشون با هم دوبلی با هم دیگه دوبل فردا امین همزوی استاد ابوالفضل امین همزوی استاد ابوالفضل
سر صحبت آروم باشید. سر صحبت از آقای ندا به سمت آقای میثاق. نه اوکی. من چالش میدم رضا صحبت کنم اول. نه دکترت بگم سایت امروز باز خب استاد دو نفر بهت رأی دادن نمیخوای هیچ کدومشو بکنی بیرون. خب دارم مپ میدم دستش داخل بازی میگه شهر باشه. اما به نظرم شهروندی داخل بازی امروز سایت باز کن چون اینجوریه بازی. ما خم شهروند همین همجوری شهروند میثاق هم شهرونده. دیروز بهت مپ دادم روز یک گفتم بین اینا برو پوریا خمری گردن بیا اینجوری سیلام میگیری. گفتم 20 تر داره گردنش میگیره تو گردنش نمیگیره. پس بازی اینجوره. ما سه تا داخل بازی شهروندیم بینتون برو سایت باز کنم که چه کنیم. نکست. ببین منم اصلا شما خیلی گناهکاری داشت. میدونی امروز هم حادثه خطات یا مبین فاطمیه یا آقای آرمان خواست. از این دو حالت نیست. چون ابوالفضل تو بازی تارگت کردی. فکت شهروندی داره روز یکا. این حسن آبخش رفت به کی تارگت زد؟ رفت به ابوالفضل تارگت زد. به ابوالفضل تو بازی به نظرم شهرونده. یعنی من اینجا رو تو بازی شهروند کردم. امروز ساید امین در میاد. یعنی امروز ساید امین داداشی دیروز تو تا رای دادن دیگه تو بازی. نه میخندی که خندت جالبه اون اینجا. میکنمت بیرون حالا بشین احتمالاً بکنمت بیرون تو بازی. چون امین دیروز آقای حسن سالمی دیروز مسیر داشت که آقای آرمان تو بازی گردن بگیره میگه بین ابولا تو بازی مافیاست دیگه. بعد ساید تو مشخص کنی. میخوای ساید من در بیاد. من 4 بهت ندادم بری بیرون. ساید من در بیاد با خودت در بیاد. نکست. خوبه. رأی همین نظری کیا بودن؟ خودم رأی دادم، حسن آبخش رأی داد، پوریا خمیری رأی داد. یه چیز ساده من نمیخوام بگم. خودم تو باید شهر دادم. این به کنار. خب مافیا کار بکنم بیرون. بین اون مافیا ما رو بکنم بیرون دوست داری اول بکنیم بیرون. حسن آبخش بگم مافیا باشه. بازی که تون یا فروختین یا آرمان مافیا بود رأی ندادین 4 تا رأی بشه چون ما شهروند 2 تا مافیا رأی دادن و یه مافیا دیگه رأی بده که تو بازی واسه همین بره بیرون. ما تو باید جدی شهروندیم. حسن مافیا باشه. عرفان ما شهروند. اگر تو زن با کارت خود میخوای تو رأی دنبال مافیا بگردی بگو حسن آبخش مافیا. یعنی آرمان و عرفان بحث می‌کردن میگن که تو برو تو دادگاه کارت شهروندی مون نمیدونم. مافیا به رأی ندادن. اگه کارت شهروندی که بحث نگردن میگیری تو هم خیلی بین پیدا کنی مو شهروند. نکست. خواهی هستن که مافیا نه نداری بگو دیروز من پوریا با هم مافیا بودیم رای دادیم اومدیم بالا دیگه من ترسنم رای ندادم اصلا که امروز حتما مافیا رو سایت خودم بازم اصلا قطعی مافیا هست امروز اصلا تایی میره یه تارگت مفتی هم روز معرفه بزد یعنی روزی کاور کرد بیس شهرمنه روزی کیو کاور کرد؟ چه مافیا کاور کردی؟ فقط یه دونه سینا تو شهرمن بوده پوریا رو کاور کردی حسن آبخش هم کاور کردی خودت هم گفتی شهرمن با یه دونه سینا از کارش من تارگت زد امروز حسن آبخش یک بیگ میگه بین من حسن آبخش رفتیم به مافیا نشینه بعد من رای میدادی حتما مافیا کمتر شد نداف بعد از من صحبت سب جدید بود اینترنت من پاشم دوباره سایت بگم تو بازی اونا به نظرم مافیا نباشن خودشون سش بازی کردن رفتن پوریا قمر کاور کردن غیر اینه بود غیر اینه روز با تو چی گفتم بشین ابوال به نظر شهروند طبق این فایل پوریا قمری یک دو مافیا بیان پوریا قمری رو بکنیم اول تو بازی ما باید چیکار کنیم تو این بازی مسیرشون بوده اینا هم دیگه رو گردن یا خودتون شهروندی افتضاحی به من چه گفتی آقا پوریا قمری هی حاضر رای داره رضا کشا نظر رضا کشا شهروند بسم الله گردنش بگیر تو بازی نگرفتین آیا ما این فاطمه بنظر این شهروند باشه ارفان نداف گردن نگرفتین بشین هم دیگه گردن بگیر تو رای من یکی دیگه هست عالی کردی سرم باید هم عالی میکنی همینجا همو گردن بگیری فعلا هم دیگه گردن بگیری از پیروی خدا همین خود شهروند داد داره روش داشتم همون رو بیرون دادم تو بازی شهروند ببین آیا اصلا تو دیروز من تو بازی مافیا داشتم تو من رأی دادم من داخل رأی نمایی من داخل دادگاه ما داخل دادگاه یکی داخل دادگاه ما رو کاور می‌کرد کی بود داخل دادگاه شما رو کاور می‌کرد آیا رضای کشاورز داشت ما تو بازی کاور می‌کرد
تو وقتی که ما تو بازی مافیا داشتی نمیتونستی ذهنت به مورد اعتماد باشه بهش رای وجودی حالا فردا تو بازی شهروند داشتی میگم فردا تو بازی شهروند میگی میتونستی برزه که شهروند تازه بیاری به آرمان قاسمی حسن آبخش به امین عزیزی تو بازی داشت. امروز تک حسن آبخش فقط آقای حسن آبخش قراره بزنه باز جمع ترک کنه. قطعی مافیاست نیست. شهروند خود میسا بعد اون حرف بزنه. حسن خون مافیا فردا جدی کن تاریخ نکنه. نه حسن خون مافیا که جدی مون تاریخ نکنه چون حقیقتا شهروند دارم. این استاد که به کی مبلغ دیگه گردن میگیرن پوریا. میسا همین هم گردنش یکی ازش بیرون. میسا هم که گفتی بین آرمان و پوریا حتمی مافیا. آقا یکیتون کاری عجیب غریب کردیم. روز معارفه گفتم کار من شهروندیه. گفتم مافیا مثل خانواده. کسی که گادفادر شده خانواده‌اش خوش انتخاب میکنه. به یاد نه رأی بدین نه بفروشه. آقا ما حقیقتا خودمون شهروندم. این خون مافیایی که از شما حقیقتا خیانت نگاه کرده. یا باید بگیم این مافیا بوده مون حسن جفتی شهروند بودیم که اصلا غیر ممکنه. او استاد مافیا چون مون حسن جفتی شهروند باشیم رأی بدیم. خودم کارم شهروند دارم به حسن خون مافیا من شهروندم. خب بکنم بیرون که حالا بر خود حل بشه. حسن باید تو رو کاور کنه بعد بگه پوریا و امین با هم مافیا بود. اینو باید بگه حسن خود باید اینو بگین تو بازی داداش باید اینو بگن کارت شهروندی دیگه حسن هم بگی مافیا پوریا باید بگی آدز نقش سنگین داشته که نمیتونسته دهنشو باز کنه پوریا باید تو سه تا حداقل از این کبوترهای خوشگل گیر میآوردی یه کاری میکردن میشه دهنش باز میشه اصلا نمیتونه ضرب بزنه. ببین آقا من یه چیزی بگم مبین فاطمی روزی یک فهمیدی با تارگت به کی وارد شد به آرمان تو بازی پس سایدت با آرمانه یعنی شما بینتون یه دونه مافیاست بیشتر از یه دونه نیست نه اینجوریه میگم حسن پیووی تو میگه شهروندی بعد بگی اینجا تو بازی مافیاست این ساین بالا بوده یا ساین بالا تو بازی سیف نشسته که یه شهروند پوش بشه فردا بکشه چون من شهروندم آرمانم یاقی ندارم بین اینا سه تا یاقی کسی داره بین امین نداب رضا اینجوری بگی بذار ما اول صحبت با کارت نه بذار اون صحبت خب شما فکر کردید مثلا دیروز فشار پوریا قنبلی بود درسته شما اگر بخواید بزنید من مافیا میثاق که میشه شو شهر یه استاد که مافیا بهش رای بده تو هم که مافیا نمیشید دیگه وقتی اون مافیا باشه تو دک امین همزمان که دیروز مافیا زیرش رای کشید با یه مافیا دیگه چه اینو بعد کی میشه این آقا میشه یا اون آقا درسته حالا دیروز تو نمایندگی روز یک مثلا دو تا یارم هم نمایندگی دادن تا بیان یه شراب میکنم بیرون روز یک سایدان باز بشه بعد گفت حسن هم پس بکش بازی میکنه افان نداخت کنید دو تا با هم یه رای بکشیم زیرش آقا آرمان قاسم که میتون قطعی مافیاست شما فکر کن سینا دهقانی میگم شاتش کن چرا داشته کل مسیر بازی میرفت و میگفت آرمان شهروند مافیاست این شهروند هم مافیاست نمیدونم شاتش کنم خب وقتی فهمیده مافیا شهرونده بیزم تو بازی بمونه بیا کمکت کنم ما در نهایت به نظرم شهروند خود آرمان قاسمی دیروز بازی ازش رد شد به تو یک نداد چون اگر به تو یک دو نداد که دو داده به خوش میرفت ما میکشیدیم خوش بره یا پوریا میرفت ما گفته بودیم اینجا داخل بازی ما شهروند میدم به آرمان رای دادم میگم رای داد داخل بازی دو تا مافیا دیگه بهش رای میدادن یعنی بین اینا یکی باشه آرمان به نظرم سیفه حالا چالش تو صحبت کن داخل بازی بس آقا بس حالا صحبت من واقعا نداف تو بازی مافیا ندارم کنسشو خوردم دیگه حالا تا یه آخر بازی کنسشو خوردم داشت اصلا هرچی هستی کنسشو خوردم مافیا هم بودی دیالوگایی کرد کنسشو بخور مافیاش داری داشت نه مافیاش داری نه من شهروند ایشون شهروند خودت هم شهروند منطقاً پوری آقای مبین آرمان باید یه دونه مافیا بینشون باشه و آقای رضا کشاورزا آقای کی اصلا هم یه دونه مافیا بینشون باشه امروز رأی اینجوریه به نظرم مبین آرمانه یعنی سایت اینجا باید سایت باز بشه چون آره سایت اینجاست صحبت کنم حالا دقت کن داخل بازی چون تو هفته این سایت شهروند یکیش بره فردا میتونه کم بازی میبازه چه؟ ایاقی به نظرت
نمیدونم اگر ایاقی بی که شاید سیف هر کاری میکنیم ولی اگه ایاقی نباشه ما شو بلا سر اینا اومدن داخل بازی ما رفتم خودم داخل بازی بودم ما به نظرم میگم خب عرفان نداف شهروند داخل بازی تو هم شهروندی عرفان نداف ترنش بیاد بگه کی بره تو سی بی ساده باشه چون میگم امروز با حسن آفق ساید گرفت کارت حسن میگه آرمان مافیا بازی عجیبه بازم اول صحبت میکنم بزن یه سری چیزا اصلا به شعور آدم برمیخوره تو فکر کن ما میتونستم هم فشار یک به کنم روی آقا بذارم باز تو نوتا سایت بگیرم ایزی با این یار دوتای با هم اون یارم زیر تو رای کشیده اونا فشار اصلا برداشتم گفتم پول یا کم بریم برو با اون سایت بگیر فشار هم بگیر روز تو نوتا شما نمیبرم تو باز فشار نمیبرم تو نوتا آرمان قاسمی این آقا اینا با هم میجنگیدن اگر نمیجنگیدن من به این رای میدادم تو بازی هیچ کنش میگه به تارگت نزدن امین همزمی ما تو پوزیشنی بودیم که به تو رای یک میدیم این آقا تو پوزیشنی نبوده که به تو رای یک بده تازه میگه کار خوبه چی بوده تو بازی ما اصلا به ابوالفضل رای یک ندادیم ببین رای یک های ابوالفضل نگاه کن 3 تا رای یک داشت تو رای یک ابوالفضل قطعا مافیا پیدا میشه رای یک ندادم ابوالفضل بده ببین مثلا با شهروندی با فقط معین فاطمی تو بازی اصلا گردن میگیری چرا گردنش میگیری باید فقط امروز به ساید خودت فقط معین فاطمی تو بازی بره بیرون من اصلا دیگه تو بازی شهروند شدم درسته یا نه شهروندم من از شهروندام آیا امروز تو بازی شهروند باشه ما تو بازی شهروند باشیم با کی باشه با کی رای دادیم به ما دو تا با آقای معین فاطمی چه معین فاطمی تو بازی گردن نمیگیری اصلا این که فکر کنیم تو بازی مافیا بندازیم دور اصلا این دو نفر داخل به ما رای خروج دادن ما دیروز چیکار کردم گفتم آقا بی خیال دو تا رو گذاشتم امروز میخوام ساید بین ابوال و پوریا قنبری تو بازی باز کنم با آدز بالاتر کی پوریا قنبری تو بازی استاد یعنی اگه پشت زرتونم یه درصد تو بازی مشکوکی که اصلا باید بنازین دور باز کنم ببین امروز دو نفر داخل داد آقا بین آرمان معین فاطمی حسن بخش دو تا دونه مافیا از یه دونه مافیا هست یا دو تا سه یه دونه یا دو تا سه یه دونه پس بین مبین و حسن بخش داخل دادگاه صحبت میکنم واسه خودم رای بدید نکس بچه میخوام رای گیری کنم از آقای میثاق به سمت آقای آرمان با 3 رای وارد دفاعیه میشه. رای برای میثاق، رای برای آرمان، 2 رای. رای برای امین، رای برای مبین، دفاع. رای برای حسن، دفاع. رای برای رضا، رای برای عرفان. 2 نفر توی دفاعیه هستن. اسپویل آقای مبین. آقای نداف صحبت ببین ما الان نمیدونم که قطعی مافیا ما از نظر خودم مبین بیشتر مافیا است تا حسن آرمانش از نظر خودم مبین خیلی بیشتر مافیا تا حسن آرمانش اصلا مبین فاطمی دیالوگایی که میگه اول ترم بود به مافیا هم دیگه نه اصلا دارم عمل میکنم این کارو رای دادم به انسان ببین به دفاعیشون میخوام خوب گوش کنم مطمئن نیستم میخوام رای بدم حواستون به دست خودم باشه با خودم رای بدین آقا امکان نداره جفتی تو بازی شهروند باشن اصلا امکان نداره اصلا جفتی تو بازی شهروند باشه با بازی با بدن بازی ها با هم بازی مثلا امکان نداره با بازی یه لحظه شده دیالوگی نردا بودش کرد رئیس کرد اون جوجه ورده که 5 روزاش مامانشون داره باهاش صحبت میکنه حتما حواستون به من باشه گم نشین نگاه به دستم چش حواستون آقا ببین عزیزم جان باش می‌خواستم بهت رأی بدم که دفاعی صحبت کنی امین همزمی کسی مافیا داره؟ نداره دیگه منطقا نباید داشته باشی منطقا بین اینا دوبلی به نظر تو مافیا من نمیفهم حسن جان شما باید خود مبینو کردن بگیر باز نه بگی دو تایی با هم مافیان دیگه داداش مبینو باید کردن بگیر کار شهروندی دیگه بعد بگی یه دونه مافیا رأی نده به امین همزمی یا امین همزمی خودش مافیاست اینو باید بگی دیگه من نمیفهمم گوش میکنم صحبتاتونو آرمان اصلا اوی از بازی که بعد باشه نیست من که تو باید شهروند اگه فروختی که واقعا کار داشتی کردی نکته دوم اگه آرمان مافیان کسی که روز معرفش باید شروع میکنه که خودتون که میتونن انتخاب میکنید به یار تاریت رو رأی نزنید پس من آرمان که معلوم یار نیستیم کل بازی فشارم رو آرمان که میگم تو گاتو شهروندی بد پلی
بخواد دیالوگ تخریب کنه جلوی دکتر. پس ما که اصلا با هم یار نیستیم. من و حسن عباس هم به هیچ وجه با هم یار نیستیم. حسن میگه آرمان بکن تو دک بیرون. حسن از نظرم قطعی مافیان. تو رأیی که خودت آوردی. خودم کارم شهروندیه. این میسا گفته بین اینا مافیان. همین حرفا که پوریا رو کرده بیرون. این هم 8 بار گفته من مپ میدم تو بکنم بیرون. شما داخلتون مافیا بود ما نفهمیدیم کدوم مافیان. اگه تو مافیا بودی به رأی دادم که دارم میگم خوب بازی کردم. اگه تو شهروندی اگه دارم میگم حسن آبخش سیف مافیا امروزه. حسن این قطعیه. خدا شما تا بدون حسن خون مافیا فردا نگی موی فاطمی تو باز مافیا. همین میکنم فردا برم گفتم بکنم بیرون. چون حسن دیگه مطمئنم او که شهرونده حسن که دیگه قطعیه. فردا ممکن بکنیم بیرون اشکال نداره یه مافیا رفته. خب چه نسیم کیا؟ تو بعد میگی چه نسیم بعد با ما بازی میکنه امین حمزه رو پوش بکنه. اصلا شات سینا دقیقا من تو دک با ما پاور بده یکی از دک بکنم بیرون. اونا سینا دقیقا پوش کرد. بعد دیگه شما فشار نمیارن. این اول پس فشار نمیارن. اصلا شما این پوریا کامل قطعی مافیا درسته. شما ستا که دیگه میشین قطعی شهروند دیگه درسته. امین حمزه که میشه قطعی شهروند. به نظر تو دیالوگ آرمان یارم بود که با حسن آبخش تک دفاع میکنم سه چهار بره بالا یا دیروز گفتم استاد بزرگ ما میتونم تو روز یک تو دک بکنم بیرون بریم به با یارم سایت بگیریم نظر خودم چرا نمیه با یارم سایت بگیریم پس تو باید اگه بین اینا مافیا هیچ کنش رفتار اسم یارم نیست فهمید چی شد اگر شما فهمیدین بین ما سه تا دو تا مافیاست دیروز تو رو انداختم تو جون این در صورتی که خودم میتونستم باز تیکه پارت کنم اون اومد تو جون ما باز شما حق اینا هیچ کنش یارم نمیشن پس که از این استاد رای بکشید این بالاتر فهم بچه ها میخوام رای گیری مجدد کنم با سرای خروج اول مبین بعد حسن رای برای مبین 4 رای برای حسن 2 رای مبین بسیار شما دوتا که رای دیم و حسن حرکت نکست ویزه جدی میم آقای فروختن حقیقتا کارت نوزش بود حقیقتا کارت نوزش بود امیدوارم دیگه صدامت منفی بگیریم از هم 30 ساعته که بزرگ میبینن جدی خون حساب 25 اکانت یوتیوب برام میسازم همینطور چیزش میرسم ای گفت من بین اینه بیو پول قمدری بگو بیرون ای استاد گفت میخوام تو دک بخورمش میسا 8 بار گفت بینتون مافیا تو شما مافیان که واقعا ضعیفین ای آرمان آقا میخوام کارت شهرین بدم جلوی آرمان حتی دیسلایک رو تو ببخشید این استاد حقیقتا فهمید ما شهروند رای بزیر حسن آبخش تو که نفهمیدی کشید زیره بازم کشید زیره نمیدونم حرکت دیگه زدیم بریم دفاعی که شهروند
شهروند. ببخشید از رضا به سمت حسن بفرم دیگه الان چرا دستم من آقا اصلا چه خبر؟ ما فاطمه دوست بازی کرد پشت بودم برو دیگه خدا پشت کنم تو که مافیا نیستی خدا بخواد تو هم که نیستی یا بگیم اینه یا اونه یاد رو پوریا قمری هم که اون کارت ارزش نداره یه جوری بود برو گه اصلا امروز تا برو فعلا یه امروز به من آن توه اگر یه سرماسیمه نیوردن داخل بازی بگیم چون من که نیوردم اصلا فکر کنم دارم جدی بهتون میگم اگر یه چه نیوردیم بگین یعنی استعلامش هم نگرفتین بگین شهرونده چون موظف بودین استعلامش بگیرین هر کدوم جمله رو گرفتید بگین شهرونده امروز آرمان قاسمی بکنین بیرون یه دارم جدی بهتون میگم اگر یه چه نیوردین امروز آرمان بکنین بیشه چون بهت روز مپ دادم کلت اینجوری میکردی گفتم مبین مافیا مبین علی کسی چه اینو کاور کرده بازی اینجوریه نهایت یا نه پوریا قمری کاور کرده یادش میده رفته به یار تارگت زده بازی اینجوره رئیس کی اما سوالش بعدش آرمان موافقت بشه حقیقتا یه جای بازی که دیگه سینا دفن ولی کاش سینا آورده بوده تو دادگاه بلند شده گفتی خدا را شد سینا رو شاد که زنه یه دیگه بلد کرده نمیتونم بلش کنم تو بازی مافیا بیایی دیگه ولی واقعا حرف خوبی زدی تو مافیا خوب بود تو که قطعی مافیا همین هم زدی یه سالی ازت دارم نگاه تو یه شهروند رو برام دادگاه یه آرمان شهروند هم برام دادگاه اون امید اون ابوالفضل رو می‌آوردم دادگاه ولی نیاوردم این چهارمیش می‌خواست به من تازه باز اینجا هم 2 تا رای آورد 2 تا رای ندادم فقط به نداف اشتباهه با اینکه باز اون رای دادی خب من اصلا میخوام ببینم ذهن کدوم مریض‌تره یعنی اما حسن به نظرم ذهنش مریض‌تره یا آرمان چون پیک کردن مبین فاطمه و پوریا قمری خیلی کار سمیه یعنی اینقدر کار سمیه که نمیدونم کدومتون ذهنتون مریض‌تره که گادفادر باشین حسن جان عزیزم سایدتون 1 به 1 یاقی که بود الان کشیده بود آقا بس یاقی نیست این یاقی آقا باشه یا اصلا هرچی دیروز میکشید مثلا دیروز میکشید بین اینا و اینا یه یاقی بعد میبود دیگه دیروز میکشید تمام شده رفت یکی هم کثیف میکرد بس امروز اینجوریه یه دونه رای آرمان جان مسیرت فقط حسن داداش یعنی دیگه جای دیگه نیست تارگت بزنید من همینجا تشکر میکنم از زحمات بی‌دریغ رئیس لیگ بوشهر آقای دهقانی که جمع گرد بزرگتری گفتن داره پاروی آخرش هم میزنه تو بازی بمونه آقا بین زنم این چی بود؟ پوریا قمری رئیسی بود که این دوتا رو پیک کرده میدونی چرا؟ چون قبل از اینجا یه بازی کرده بودن حسن با پوریا مافیا بودن اونجا رو باخته بودن آدز داشت که اون مثلا دوباره حسن پیک کرده باشه موی فاطمی هم چون این داشت چون به نظر ما همینجوری مردوانی ذهنی هم رفتم این چونی رو بسته روز 2 دیگه اصلا خوب بودی ولی نه برنامه خازیات نگاه فکر نکن بخواد مافیا صدای رو قانع کنه مثلا همچین کاری نمی‌کنه ما اگر می‌خواستیم وقتی بازی کنیم اینجوری پشت و پشت نگاه سناریو چی من نفر دوم صحبت مبین فاطمی اومده به آرمان تارگت بزنه گفتم مبین به نظر ما با آرمان تارگت نزن راشو بس فرداش پوریا قمبر اومد به استاد تارگت بزنه گفتیم به نظرم دیگه رضا کشاورز هم شهروند دیگه بهش تارگت نمیزنم ما صدای شهروند بعد فکر کنم مافیا باشه میام 3 تا یارم میکنن شهروند میگم مبین فاطمی شهروند خودم شهروند پوریا قمبری هم شهروند یه شهروند میتونه بد بازی کنه باید یه جایی بازی ساید بازی باز بشه بتونی از بازی برگردی یا نه شما تا تو نوتا ساید بازی باز نشده بود شما تو نوتا فهمیدید کی مافیاست کردنش بیرون دیگه پوینتتون هم گرفتید دیگه امروز آرمان رو بکنید بیرون بازی تمام آقا بذار ما کمکتون میکنم اگر راهنمات تو بازیه اما اصلا مافیا استعلام مثبته خب اگه باشه
چون رأی منفی روش میده داخل امروز سایت چی باز کنیم؟ اوکیه؟ دارم گوش بگیر چون شما روز یک تو خیلی خوبی همین همزوی یعنی اگر ما اصلا مافیا باشه که اینی همیشه کاور کردی آرمان هم حتی کاورش کردی باید زیر مافیا گفتی کجا مافیان اینجا تا میساقش شخم بزنی تمام مافیا میردن یه دونه لالوها رفت مافیا بید دارم بهتون میگم که حواست باشه نفکر کنی روز یک خیلی خوبی داشتی پس به هم اصلا میرسه که ما اگر آرمان مافیا باشه بازی تموم میشه اینه باشه هم اصلا اصطلاح مثبت میفهمیم داخل اون رفته رو پوستر راهنما سینا بود و رفت تا دنبال چی می‌گردی؟ من نگفتم من مافیا بودم و داشتم با اینا بازی می‌کردم دیگه تا یه ست من دیگه نمیخوام برو یه ست من یک تاشو آوردن باز بعد میگی ساعت اینجوری بازی می‌کنن تو خودت گفت دیگه من گفتم یه ست آورده شما که اسمتون نفهمید گفتم پول یه ست من دیگه باید بازی نمی‌کنم دیگه فهمیدم مافیا به درد نمی‌خوره برو آیا اصلا حکومت ما بود گفت آقا میساق برای از کارت بازی می‌کنن آقا پوریا رو تارگت می‌کنن به نظرم شهروندی معلوم مافیا با معلوم بود کی تارگت کنه حالا مافیا می‌خندیده معلوم بود اونجا اون زکشوان مافیا بود دیگه آوردن بالا معلوم بود دیگه بگو زکشوان مافیا معلوم بود دیگه زن شهروند هم نمیگه معلوم بود تو مافیا داشتن تارگت می‌کنه معلوم بود حتما مافیا با اون رأی دادم پوریا به این رأی ندادم رأی دادم من جو اصلا برم آقا خب تو الان فکت باز دستم دادی یه جایی که میساق داشت بلند میشد میگفت که ابوالفضل احتمالاً راهنمایی بهش خورده داشت اینو گردن تو بلند شد راهنمایی رو بلند همینه دیگه میگه این نفر دومی بود که داشت سایت بلند ما در حق رؤوف می‌کردیم گفتیم شاید شهروندی اومده بودی سینا لقانی رو میگه کنسرت خورد گفتیم اشکال نداره تارگت نده انگلیسی بود خب اینا داشتن با ما گفتن چرا تو گردن نگرفت راحت ترین کار ممکنه اونجا نشسته باشه سیتونو گردنت میگیره وقتی ابوالفضل یارو موچی گیر کرده اینجا دو تا شهروند بین یارو سایت بسر کرد راحت ترین کار ممکنه با تو سایت میگیرم که امروز آقا همین فکتام داره دستم آره میساقیت میاد یه جای بازی داشتی میگفتی خدا اینا چجوری دارن بازی میکنن احتمالاً راهنمایی اومده به سر این داشت راهنمایی با ما بلند عزیزم یه برو بیرون فکت بعدی هم رسم دادیم ببین اولا فارغ از هر چیزی بازی که من مغزم درد گرفت واقعا یعنی یه جوری بود که اگه حسن شهروند باشه روزی 2 تا شهروند نماینده شدن 2 تا شهروند دیگر رو آوردن بالا من نه اینو گردن نمیگرفتم و نمیفهمیدم چی میگفت که گردنش بگیرم اصلا نمیفهمیدم چی میگفت که میخوام گردنش بگیرم یعنی یه چیزایی میگفت اسم میگم تو کیو دیگه بود سینا میگفت بین رضا نداف امین تو بازی مافیاست اون میگفت چرا رفتی مبین رو گردن گرفتی ببین آرمان جان داداشی اگه این با یه سه پوریا اومده بود بالا به قول میدم بازی بعدی نمیذارم دک سی هم بشینه نه یعنی اینجوری بخواد بازی کنه پاس مافیا این که از بیوبی خودش داشت گردنش میگرفت عمرن یه دستش نبود حالا هم چیزی نشده یا توی یا حسنه دوتا تو میگه بالا یکی تو میری تمام شده رفت چرا تو من یاقیم ممنونم دوستان رأی گیریه با دورک دارد دفاعی میشیم از رضا به سمت حسن دورک دفاعی رأی برای رضا رأی برای حسن 4 رأی برای امین رأی برای آرمان دفاع رأی برای میساق کنم پس به دفاعی هستن بدون اسپویل بازی که قشنگ دیگه نداری حالا بازی بیشتر بود چون وقتی تایم بازی میره رو 1 ساعت تا نیم 1 ساعت تا 20 تا بیننده دیگه نگاه نمی‌کنه ولی وقتی بازی میاد رو 1 ساعت تا 10 تا میگم میذاره احتمالاً شهروندا یا مافیا خوب بازی کردن بازی داری کم شد میدونی حجم اینترنت هم که تو ایران بالا شما کار کنید باز سریع تمام بشه همین بابا مشخص بود که اینجا یارش تحت خطر بلند شد سایت با ما بازی ما بلش کردیم ما این قد موضوع داشتم تو نوتا راحت میتونستم سایت بگیرم خب داشته باشید دیگه همین همزه خوب بازی کردی دیگه اصلا موضوعت کجا بود؟ اگه ما مثلا تو اون نشسته بودیم خوبه کیو تارگت کردی اوور دفاع کی چیکار کرد فرضاً جواب به دنگ ما زمین مردم شما داشت طرف راه میرفت از تو دیوار ما داشت راه میرفت راه میرفت دیو میگم اصلا میگم فقط دو دستم الان میکشم من گفتم این یس داره گفتم این یس من تو بازی چون باید یس تو من تو بازی گفتم ابو یس داره من یس دیگه دارم معلوم مافیا من بعد چیکار کنم رای دادین دوری عالی کردین روی من برام بیرون من که رای ندادم که تو اون پوریا اون پشتوار بازی کنیم تو اون تارگت لنگ بزنید اون یس تو من تو بازی من دیدم چرا اینا راهنما بود یس رو داد بودین اصلا مافیا
آقا من رضا رو وصیت میکنم حتما مافیایی. آقا من شهرمند تارگت نمیخوره تو بازی، حتما مافیا رو وصیت من میره جلو، حتما مافیایی. مگه مافیا من کیو بوده من بزنم تو بدرای ندم مافیا؟ آره وصیت شهرمند نمیخوام آقا، من میشه شهرمند نفهمم از اون سیگار رای تو میده، حتما مافیایی. فقط آقای رضا مافیا کار دستان داشت باز میکرد. تا وصیت میذارم شهرمند یک تو شام میشن با اصلا آبان میخوام ببره. 2000 باز بعد بودم من مافیا بودم، کاورت کردیم تو سینا، حتما مافیا من پوری عالی کردیم رو، حتما مافیایی. به هیچ رای ندادم، فقط آقا وصیت میکنم آقا یه چیز بگم. حتما رضا چی بره؟ میسا تو قطعی شهرمند سینا ده من همین مسیری همین همسه بی که دو مافیا زیرش رای کشید تو هم قطعی شهرمندی تا اگر مافیا ببر جدی بدون ببر جدی بدون همین مافیا و دو یاره زیر رای کشیدن دیگه تا یاره زیر رای کشیدن دلیلی هم نداشتم میگن که بگیم اون یاقی بود میخواستن دو تایی زیر رای بکشن چه شاکی میشه رضا درام فکر کی بری گفتی؟ ما خب اینجوری وصیت یعنی مافیا وصیت کرده میگی تک 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 برو چرنت اینجوری گفتی؟ این آقا قانون هستن باید امروز تو 4 تا بری بیرون داشتن چون کارتت میگه باید امین رو گردن بگیری یعنی کارتت میگه امین رو باید گردن بگیری امین رو نخوای گردن بگیری باید بگی رضا تو بازی مافیاست خودت شهروندی مافیا میفهمیده رو تو هم کیو و تو نداف آوردی باز بالا پشمام ریخته آقا من که مشکوک نیستم خدا رو شد من شهروندم تو بازی آرمان مشکوک بود حسن هم مشکوک بود یعنی 3 نفر بذار بره تو 4 تا حسن فکت شهروندی داره فکت مافیایی هم داره فکت شهروندیش
نمیاد وقتی با یک شهروند تو نمایندگی پلاسو بذاره منفی تو مثبت بذاره رو خودش که راهنما حتما بره استعلامشو بگیره دیتاش بیاد تو بازی. این فکت شهروندیشه. من فکت شهروندی قوی‌تر هستم به نظرم. یعنی تو 4 تا فکت شهروندی قوی داره. چرا میمونه کردن؟ کی کردن؟ پوریا قنبری تو نوتا کردن بیرون. رفتیم تو هفته گفتیم علی یار نوی فاطمی بره بیرون گفت قرار پشت به پشت بازی کنیم. تو یاد گفتیم ما اینطوری دست شما در بریم هم میگی شهروند فکت قوی داره نه امروز هم زد زیر دکتری. من دکتری که دیشب تو رو سیو داده تو بازی. اینو الان گفت. الان گفت قطعی شهرونده شدی. تا به ما گفت اگه ما فروختیم مثلا تا ببریم. بعد از اینکه شهر گرفت خودت هم میگه که شهر مافیاست. ممنونم. دوستان با رأی چهار تا می‌کنیم بیرون یکی نیست. دو رأی این دفاع. داریم چی داریم؟ دو رأی دفاع. از حسن به سمت رضا. رأی برای حسن. رأی برای رضا. رأی برای میثاق. رأی برای امین. شب. ببین آقا ما مطمئن میثاق شهرونده چی میشه من 3 روز داشت گردنم میگرفت شرمنده داشتم گردنش نمیگرفتم تو نوتا کردمش بیرون رفت از سینا دیوانی هم شاد کردم ترس داشتم از کدومتون. ببین حسن داداش نمیدونم بگم مافیا نگم مافیا چون فکت داری فکت شهروندی هم داری یعنی فکت شهروندی ولی‌تره. ولش کن آقا رضا جان شما 2 تا رأی داشتی امینم تو بازی مشکوک یعنی به نظرم مافیا بین شما 2 تاست بین شما 2 تاست که تو چرا شاد نمیشی تو همراه مثلا چرا شاد نمیشی منم چرا شاد نمیشم اصلا تو بازی مشکوکه پس دکتر تو بازی هست داره شاد بریم آقا تو کیاس ببین چی میشه ما به نظرم همین شهروند میدونی چه میگم نظرم همین شهروند چه؟ ما به نظرم همین داخل بازی شهروند نگاه که استاد میگی فکت مافیایی داری فکت شهروندی چنه ترمش صحبت که داخل بازی که آرمان قاسمی مافیان
پوریا قنبری کاورش میکنم، گفتم ترنش بد بود چون کاور که داخل بازی ها به مون تارگت نزد، گفتم مشکوکی، به مون تارگت نزد، خودم بهش گفتم مشکوک. اوکی. شما تو نوتا دیدی چه قرار بی آزار بود؟ وقتی بی آزارم همین یاقیم جدی بهتون میگم، وقتی دیگه بی آزارم همین یاقیم دیگه. اگر یاقی هم نبودم گادفادر یا هر چیزی بودم که همون نوتا میرفتم رو ساید خودم. میدونی چی بهت میگم؟ همون ساید خودم پاهو میزنم یکی بود بندازم بیرون دیگه. رضا کشاورز ما تو نوتا روزی که پوریا قنبری رو من داده چقدر رای یک دادیم؟ 3 تا رای یک داشتم دیگه. تو نباید با من رای یک میدادی، در صورتی که بهت دادیم، در صورتی که بهت رای یک داده بودم نه چیزی، امروز تو 4 تا بازی تو بود. بچه‌ها رای گیری از امین به سمت میثاق 2 رای دفاعه. رای برای امین، رای برای میثاق، رای برای رضا، رای برای حسن، شب. بذار ملتفتت کنم موازنم شهروند از اول باید تا آخر باید اساس دیدم بهتم گفتم حسن بذار دیتاش بیاد داخل بازی. اگه میگه آرمان گردن گرفتیم که بحثم دست بدیم مشکلی نداره. میثاق رو بین من تو دیتاش مخاطب من تا الان نمیدونم. میثاق میگه بین من تو حسن شاد میکردم، بین من تو آشپزش میکردم که نمیگفتم تو هم شهروندی داخل بازی. به نداف میفهمی گفتم چه؟ به نداف گفتم بین حسن و مبین امروز تو میگردی دنبال مافیا، ما قراره بین آرمانایی 3 تا 1 ما به حسن 1 دادم که تو بهش 1 داده، گفتم چه خبره تو دیگه نمیخوای بیارشون بالا اینو بکنیمش بیرون. به آرمان داده ما به پوریا قنبری، تو 3 تا رای داشتی 4 میکشیدم زیر پوریا هم رای نمیکشیدم. به فاطر قوم پشت و پشت بازی میکنه. مبین فاطمه وقتی دیگه پشت و پشت بازی کنه تو ساید آرمان بازی کنه. خب بعد باز به ما جون بده تو بازی تا ما باز به آرمان از بازی بکنن بیرون. اما اصلا بزنید خب مبین فاطمه مافیا بوده که نمیاد دیگه اتفاقا اگه دوتاشون گردنش گرفته بدین بین ما یکی میمونه که تو سیو میشه. همین هم نظر تو میگم عرفان ندافو که خودم با ساید گرفتم میدونم تو جون یارم. میگم به نظر ما چرا نمیای یارم تارگت کنی تو بازی؟ این بعدی که پوریا رفته بیرون مثلا خیلی فکت داری یار. نداف تکلیفا که دو کشی گفتی مافیاست برداشت گفتی بذار یه چیزی سایت بین امیر حمزاوی و نداف تو بازی. بذار یه چیزی آرمان قاسمی خودش تو بازی ما منفی روی بی نمیرم حتما ما نداف کاور کردم خوب دیگه دیالوگ نباشه ماسکاتونو بذارید
ماسکاتون رو در بیارید بچه‌ها. ماسک نمیخواد بذارید. حسن جان شهروندت آقای امیر شما شهروندت همزنی. شما حالا هر نفر ماسک بذارید. همزنی جان 5 ثانیه فرصت داری شهروند تو انتخاب کنید. 5 4 3 2 1 شهروند شما. با رضا برد تیم مافیا. امیدوارم که بازی رو دوست داشته باشید. خیلی بازی جذاب بود. 2 ساعت وقت بازی گذشت. اگه دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید. ولی من روز یک شب شد همین. من شاد شدم به خود من پیش داشتم. رای این کوچه رو بفروشم. ادم که بفروشیم.